بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان عزیزان همیشگی برنامه سفره دل. حالتون چطوره؟ انشالله که هر کجا که هستید در دین و در دنیا موفق باشید و هم از لحاظ ایمانی و هم از لحاظ جسمی و روحی در امانت باشید، در سلامت باشید، در آسایش و آرامش باشید. الله رو شاکریم. بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا به همراه عزیزان پشت صحنه احمد جان و محمد رفیع و محمد و عبدالله و فرید عزیز در خدمت شما عزیزان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. خیلی وقتها دور بریا رو که نگاه میکنیم، اون موقعی که بچگی سنمون حدوداً تو دوران دبستان و راهنمایی بودیم، هولوش سن 10 12 13، وقتی که کسی رو بزرگتر از خودمون میدیدیم سنش مثلا بود 18 سال یا 20 سال، پیش خودمون فکر میکردیم چقدر این بزرگ شده، سنش خیلی بالا رفته، 18 سال سن داره، 20 سال سنشه و پیش خودمون فکر میکردیم که اگه ما هم بشیم 18 سال و 20 سال خیلی بزرگ میشیم دیگه، اون واقع صاحب اختیار میشیم. به هر حال ما آقا پسرهای دیروز، اون کوچولو موچولوهای دیروز، اینجوری فکر میکردیم که مردی میشیم برای خودمون، سرپای خودمون وای میستیم، بزرگ میشیم و حتما دختر خانم ها هم همچین فکرهایی داشتن و فکر میکردن دیگه برای خودشون خانمی میشن و صاحب اختیار زندگی میشن و دیگه برای خودشون تصمیم میگیرن. و اما وقتی که به سن 18 و 20 رسیدیم باز همچنان منتظر بودیم که بزرگتر از خودمون رو نگاه میکردیم، 25 و 30 و 35 و 40 همینطور، و انگار که چیزی تغییر نکرده بود. باز دوباره منتظر بودیم تا بزرگ بشیم و بزرگتر و بزرگتر بشیم تا مرد بشیم یا بانوی خودمون باشیم. به هر حال همیشه این تصور بود. ما اون موقع ها وقتی که نگاه میکردیم به بالاتر از خودمون خیلی بزرگ میدیدیم، اما بزرگترها وقتی که نگاه میکنن به ما رو هنوز بچه میبینن. ما وقتی که از بچه‌ای که نگاه میکنه مثلا از 7 8 سال 10 سال به 18 19 20 سال میگه خیلی بزرگه، اما 30 سال و 40 سال وقتی که 17 18 نگاه میکنه میگه این هنوز بچه است. حالا این وسط یک مشکلاتی به وجود میاد که بعضی وقتا انسان خودش رو باور نمیکنه، بعضی وقتا بزرگترها ما رو باور نمیکنن و وقتی که صحبت از بالا رفتن سن میشه، هر وقت که مخصوصا بعد از بلوغ دیگه وقتی انسان مکلف میشه و به سن تکلیف میرسه و لحاظ دینی مورد ملامت قرار میگیره اگر اون وظایفی رو که باید یک انسان مسلمان هست ترک بکنه بعد از سن بلوغ و سن تکلیف، خب طبیعتاً مباحث زیادی مطرح میشه برای انسان هر چی سنش بالاتر میره، آقا پسرها بعد دنبال کار بگردن، بعد کاری پیدا کنن، مشغله‌ای داشته باشن و به هر حال اون طرف هم خانم ها هم همینطور. خانم ها هم یک مشغله باید برای خودشون داشته باشه. آقا پسرها مشغول میشن به کار و زندگی و درس و مشق و بعد سربازی و پیدا کردن کار، و دختر خانم ها هم تو عصر و زمانه ما بعد پا به پای اونها اگه سربازی نمیرن دارن میرن، تحصیلاتشون هم دارن میرن، مدارسشون هم دارن میرن، سر کار هم خیلی ها میگردن که پا به پای آقا پسرها کم نیارن. تا دیروز اگر صحبت از سن ازدواج مطرح میشد دیگه نه صحبتی از تحصیلات و دانشگاه و سربازی و این صحبت ها بود و نه از این خرجها و از این بریز به پاش ها. اما الان وقتی صحبت از ازدواج میکنیم و یک جوان وقتی که به سن ازدواج میرسه و به قول خودش تو کودکی فکر میکرد بزرگ بشه 18 19 20 سالش بشه عروسی میکنه، الان میگه هنوز من بچم
یا اگر خودش قبول نکنه که بچه است، بزرگترها میقبولونند به اون که آقا تو هنوز بچه‌ای، بالای سیبیل هنوز زیر برای دماغت سیبیل سبز نشده، تو الان میخوای ازدواج بکنی، چه وقت ازدواج اصلا؟ چه سنی برای ازدواج مناسبه؟ به نظر شما چه سنی برای ازدواج مناسبه؟ چه وقت باید ازدواج کرد؟ یکی از مسائلی که باید مطرح بشه و درباره صحبت بکنیم مسئله به نام سن ازدواج هست. امروز میخوایم در این برنامه با شما عزیزان درباره سن ازدواج صحبت بکنیم. در ابتدا چه سنی مناسبه؟ بعدش چرا سن ازدواج در عصر و زمانه ما بالا رفته؟ چرا خیلی ازدواج نکردن، هنوز نشستن گوشه خونه و حالا چه آقا پسرها چه دختر خانمها؟ دوست داریم شما با ما در این موضوع مشارکت بکنید و اگر با اینترنت در ارتباط باشید، عزیزانی که با واتساپ کانال مشارکت دارن در واتساپ، حتما پیام ها انشاءالله به اونها رسیده و ما یک نظرسنجی هم از شما عزیزان داشتیم و از چند ساعت قبل شروع شده این نظرسنجی و میتونید از طریق واتساپ، یک لینکی هست در اون پیامی که برای شما رسیده، در این نظرسنجی با ما مشارکت کنید، یا از طریق فیسبوک، عزیزانی که بر فیسبوک صفحه فیسبوک دارن برید به صفحه فیسبوک سفره دل یا به صالحا و اونجا ما یک سوالی مطرح کردیم برای شما عزیزان. به نظر شما چه سنی مناسب تره برای سن ازدواج؟ یک لینکی هم زیرش گذاشتیم که اگر اون لینک رو باز کنید یک تصویری رو خواهید دید که سوال برنامه ماست و انشاءالله دوستان اتاق کنترل تصویر رو برای شما نشون میدن که سوال رو ببینید و این سوال رو بعد پاسخ بدید. این سوال برنامه ماست. این به نظر شما چه سنی برای ازدواج مناسب است؟ کمتر از 20 سال، بین 20 تا 25، 25 تا 30 سال یا بالاتر از 30 سال؟ یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید، بعد اون دکمه ارسال رو بزنید تا ببینیم که آخر برنامه طرفدارای سن ازدواج بیشتر چه سنی هستند. شما زیر 20 سال رو انتخاب می‌کنید، بین 20 تا 25، 25 تا 30 یا بالای 30. حالا چه آقا پسرها چه دختر خانم‌ها، ما این رو تفکیکش نکردیم تا راحت‌تر باشه، زیاد سخت نشه کار برای شما. یکی از این سن‌ها رو انتخاب کنید. به نظر شما میتونید برای ما در صفحه فیسبوک هم مشارکت بکنید اگر نظری دارید و ان شاء الله حتما نظر شما رو در این باب مطرح خواهیم کرد، ببینیم که تمایل به ازدواج تو کدوم گروه سنی بیشتره. دوست دارید زیر 20 سال ازدواج بکنید، اونایی که ازدواج نکردن، بین 20 تا 25، 25 تا 30 یا بالای 30؟ عزیزی قبل از اینکه برنامه شروع بشه یک به هر حال پینوشتی داشتن بر این نوشته ما، گفته بودن من اصلا هیچ کدوم از اینها مورد نظر من نیست، من چیکار باید بکنم؟ اگه عزیزی این مدلی پیدا شد ازدواج نکنه دیگه، بشینه همونجا تا منتظر باشه تا الله تعالی براش تصمیم بگیره، یا زیر 20 یا بالای 30 یا بین 20 تا 30 بالاخره یکی رو انتخاب بکنید. همین سوال رو هم در ابتدای برنامه از جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم پرسید، کارشناس محترم برنامه. با عرض سلام و ادب و احترام جناب دکتر در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیب رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بنده کمال تشکر رو دارم از شما و از دوستای وصال حق و از تمامی بینندگان که این فرصت رو دادن تا در خدمت شما باشیم و بر من منت نهادید که این فرصت رو دادید تا در خدمت بینندگان باشم. واقعا موضوع بسیار حساسی هست. چه سنی سن ازدواج میتونه باشه یا بهتره که باشه؟ حالا ببینیم که دوستانمون یا جوانها و نوجوانهایی که امروزه شوق ازدواج تو سرشون دارن کجای کارن و امیدوارم که خانواده های عزیز هم بزرگترها هم با ما همراه باشن تا با هم یکم گپ شپ کنیم، ببینیم که واقعا درد این نوجوانها کجاست، چطور بهشون برسیم، یا نه همونطور ما هم به اصطلاح رو اون باورهای خودمون سوار بشیم و یکم کله شقی کنیم، پدر بزرگی و مادر بزرگی و پدر مادریمون رو یکم به رخشون بکشیم و بازو نشونشون بدیم و آخر عاقبت هم
بزنیم تو سر خودمون و تو سر بچه هامون که آهای دیر رفتیم و خراب رفتیم و بچه خراب شد و بچه لغزید و از این در واقع وقتی ما میایم به مبحث ازدواج نگاه میکنیم میبینیم که خداوند متعال ازدواج رو یک نوع آرامش معرفی میفرمایند و من آیاته ان خلق لکم ازواجا. و از آیات و نشانه های خداوند این هست که طبیعت بشر رو زوجی خلق کرد، یعنی تکامل بشری امکان نداره به وجود بیاد مگر با جنس مخالف. لتسکنوا الیها، تا آرامش برقرار بشه با وجود زوجین. تزاوج و تأهل باعث آرامش میشه. این آرامش روحی روانی این باعث موفقیت در زندگی میشه، باعث میشه که روند زندگی درست پیش بره. یه دغدغه همیشه همه جامعه بشری بوده و هست که آقا ما این نوجوانا رو چیکارشون کنیم، که ازدواجشون بدیم. وقتی میایم تو به اصطلاح وضع زندگی اجتماعی خودمون نگاه میکنیم، تو کشورهای خودمون میکنیم، اومدن در به اصطلاح مسائل اجتماعی و مسائل خانواده وقتی که سن ازدواج رو قانون بندی کردند و یک قانونی واسه خودشون گذاشتن، مثلا در ایران سن قانونی ازدواج رو برای دختران 13 سال زده بودن، برای آقا پسرها 15 سال. این رو به عنوان یک قانون گذاشته بودن برای به اصطلاح سن ازدواج برای نوجوانهای ما. اما خب این در اون برهه از زمان جوابگو داده، با فرهنگ سازگاری بوده و این به اصطلاح پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها ما همین عمرها رو ازدواج می‌کردن. 13 سال، 15 سال، زیر 20 سال، بالای 20 سال خیلی عیب بود و تا کنون هم در بعضی از جوامع ما این موارد هست. مثلا در تاجیکستان ما روند ازدواجمون یا سن ازدواجمون بسیار مناسب هست و پایین هست و نتیجه بسیار موفقی هم داره. حالا مسائل دیگه‌ای که در اونجا باز مطرح میشه و مهاجرت جوانها، اون مسائل باز به دور از این موضوع هست. اما الان وقتی میایم به آمارها نگاه میکنیم، میانگین ازدواج مثلا در سال 90 رو میبینیم که آقا برای آقا پسرها رسیده به 26 سال و 7 ماه، برای دختر خانم ها رسیده بود به 23 و 4 ماه. در سال گذشته در سال 92 باز برای آقا پسرها رسیده بود 27 و 8 ماه، برای دختر خانم ها 23 سال و 1 ماه. یعنی یه روندی رو ما به اصطلاح احساس میکنیم بسیار خطرناک که ما الان داریم یک به اصطلاح فرهنگی بر ما غالب میشه که نه با فرهنگ ما سازگاری داره، نه با اصلاح اجتماعی ما و نه با نیازهای جامعه ما و نه با نیازهای به اصطلاح جوانهای ما. خب وقتی این رو داریم، در مقابلش این رو داریم که بله آقا مینالیم که در جامعه فساد زیاد شده، بی‌بندوباری زیاد شده، نمیدونم رکود فکری و فرهنگی داریم، آقا مشکلات روحی روانی بچه هامون زیاد شده، استرس زیاد شده، نمیدونم اضطراب زیاد شده. خانواده همچین دغدغه هاشون روز به روز بیشتر میشه، هرچی به خودشون سخت‌تر میگیرن در مقابل بهای بیشتری رو پرداخت میکنن. خب ما وقتی میخوایم یک معضله مثل این رو، یک بحران ازدواج رو در بین به اصطلاح نوجوان هامون بررسی کنیم، باید این مقدار عاقلانه فکر کنیم. اینی که دیگران به ما چی تلقین میکنن، رسانه و فرهنگ غربی چی میخواد بگه، رسانه و فرهنگ غربی حرفش ما برای خودش قابل احترام هست، واسه خودش هست، واسه ملت خودش، واسه فرهنگ خودش داره حرف میزنه. حالا ما میاییم غذای دیگران رو نشخوار کنیم، حرف دیگران رو نشخوار کنیم، خب اینه که همینه دیگه. حالا بهایی رو پرداخت میکنیم که به مراتب احیانا از بهایی که اونا دارن پرداخت میکنن برای ما سنگین‌تر تموم میشه. حالا جناب دکتر اجازه بدید تو همین موضوعی که شما اشاره فرمودید، به خاطر اینکه ما متبع دیگران نباشیم و فرهنگ اونها رو
نیاییم و تقلید نکنیم در جایی که شاید ما اصلا نتونیم اون رو تطبیقش بدیم. اگر همین مسئله سن ازدواج رو، حالا شما اشاره کردید که در برخی مثلا در ایران سن انتخاب شده که سن قانونی مشخص شده، سوای اینکه در چه کشوری چه سنی انتخاب میشه، از منظر شرعی و دینی اگر بخوایم بررسی بکنیم در خلال آیات و روایات چه سنی مناسب تره برای ازدواج، چه برای مثلا آقا پسرها و یا دختر خانم ها؟ در آیات و روایات وقتی ما بنگریم هم میبینیم که قرآن کریم هیچ سن معینی رو برای ازدواج معرفی نمیکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم هیچ عمر معینی رو برای ازدواج معرفی نمیکنه. اما اگر بخوایم از باب اینی که مثلا بزرگان و پیشینیان چیکار کردن، میبینیم که مثلا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اولین ازدواجشون در 25 سالگی بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم وقتی که حضرت علی رو هم به اصطلاح به دامادی پذیرفتن، حضرت علی هم چیزی حدود 25 سالی داشتن. در مقابل میبینیم که صحابه دیگه هستن که خیلی زودتر از این ازدواج کردن. یعنی این مسائل برمیگرده به خود افراد، طبیعت فرد، نیاز فرد. در واقع ازدواج یک نوع برآورد کردن نیازهای متبادل هست. نیازهای جسمی هست، نیازهای جنسی هست، نیازهای اجتماعی هست، نیازهای اقتصادی هست، نیازها اصلا در یک نوع ازدواجی ما داریم که اصلا قضیه ازدواج نیست، قضیه فرار از خانه است. طرف تو خانهش بسیار در مضیقه قرار گرفته، ظلم و ستم پدر هست، یا مضیقه اجتماعی از چشموی مردم هست. جامعه از دختر خانم میخواد که زود ازدواج کنه، الان به اصطلاح بزرگ شده یا اصلا خودش بزرگ نشده، هیکلن بزرگه. دختر خانمی از سالی بیشتر نداره اما هیکلش ماشاءالله همچنین 20 ساله میمونه. خب هر کی میاد و میره و اطلاع نداره که عمر این دختر خانم چنده، هی میپرسه که راستی چند تا بچه دارید؟ ای بابا، این دیگه باعث میشه که این فشاری بیاره روی این دختر خانم. حالا هم اولین کسی که اومد، حالا چاقی بود یا لاغری بود، خوبی بود یا بدی بود، خودشو میندازه تو آغوشش تا از به اصطلاح آغوش چشموی بد مردم نجات پیدا کنه. موارد بسیار زیادی میتونه. مثلا ما میبینیم که یک نوجوانی از صحابه به نام جابر میاد، یک خانم ازدواج میکنه، میاد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اول پیامبر ازشون میپرسن که چه ازدواج، چه خانومی رو گرفتی؟ میفرمایند که خانم به اصطلاح بزرگسالی رو گرفتم. پیامبر میفرمایند که مثلا عمرت کم، یعنی که زن به اصطلاح دختری میگرفتی، دوشیزه‌ای میگرفتی؟ میفرمایند که یا رسول الله، من خواهرایی دارم، پدرم در احد شهید شده، من نیاز هست که به اصطلاح کسی باشه تو، مادرم که ندارم، کسی که به اصطلاح خواهرام رو بزرگ کنه، اونا رو پرورش بده. یه نوع نیازهایی هست در جامعه. برای این برآورد کردن این نیازها ازدواج‌های متعددی و مختلفی با شیوه‌های مختلف برای هر فردی به اصطلاح به خاطر اون موقعیت خاصی که داره. وقتی ما میایم باز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتارهای ایشون توجه میکنیم، ببینید ما در سیرت پیامبر چی داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جوانها میفرمایند که یا معشر شباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جوونا، هر کسی که توان ازدواج رو داره ازدواج کنه. پس یک چیز، نیازی هست، نیاز مبرم هست، نیاز فطری هست، باید این نیاز برآورد بشه تا یک نوع آرامشی در زندگی برقرار بشه. حالا هر کسی، آقا اولین فرصتی که توان این رو داشتی که ازدواج کنی و نیازش هست، شما باید ازدواج کنی حسب اون نیازی که داری و حسب اون به اصطلاح استجابت فطرتی که هست. در مقابل باز میبینیم که یک توصیه دیگه هست برای خانواده ها که اذا خطب منکم من ترضون دینه و خلقه فانکحوا، که هر کسی اومد به خواستگاری بچه شما، دختر شما از اخلاقش راضی هستی، از دینش راضی هستی، اون رو ازدواجش بدید. پس یک چیزی، یه پختگی لازم هست. اون کسی که میخواد ازدواج کنه باید پخته باشه، یعنی باید بلوغ برسه. مرحله بلوغ یعنی چی؟ یعنی که از نظر جسمانی بالغ باشه، از نظر جسمی، روحی، روانی هم
بالغ باشه، از نظر اجتماعی هم بالغ باشه، از نظر اقتصادی هم بالغ باشه. اگر این طرف این موارد درش بود، این دیگه سوژه کاملی هست که باید ازدواج کنه. حالا عمرش چقدر هست مهم نیست. بعضی هستن که به این مرحله میرسن قبل از مثلا 20 سال، میبینید جوونی هست، نوجوانی 25 سال تو بازار، همچنین به اصطلاح شاد و شنگول و همچنین تو به اصطلاح جامعه جا پیدا کرده، شخصیتش پخته شده. حالا دیگه ما منتظر نشیم که این 15 ساله بیاد 30 ساله بشه تا بهش زن بدیم. خب دیگه وقتی که به 30 سال رسید، اصلا این در 15 سالگیش رشدش و پختگیش و بلوغش بلوغ 30 ساله است. در مقابل میبینیم که نه، هنوز بچه اومده به اصطلاح 20 سالشه، هنوز چپ و راستشو از هم تشخیص نمیده، حرکاتش، رفتارش، شیوه برخوردش، عقلش، رشدش، چه رشد روحی روانیش، چه رشد جسمانیش، همش هنوز بچه 10 ساله است. پس اینی که ما باید هر سوژه‌ای رو باید جدا از دیگری بررسی کنیم. اما در مجموع وقتی میاییم به جامعه شناسا نگاه میکنیم، بسیاری از جامعه شناسان عمر ازدواج رو بین 16 تا 25 سال رقم میزنند. بالاتر از 25 سال رو، البته با عرض معذرت از دوستایی که به عمر بالاتر از 25 سال رسیدن، این جامعه شناسا بالاتر از 25 سال رو چه در دخترها و چه در آقا پسرها عمر به اصطلاح ترش کردنی میدونن که دیگه به هر حال تأخیر است در ازدواج و شایسته نیست که به اصطلاح طرف به این به اصطلاح مرحله برسه تا خدای نکرده اون به اصطلاح عوارضی رو که تأخیر در ازدواج داره خدای نکرده به اونها مبتلا بشه. جناب دکتر اجازه بدید من این مقداری حالا دفاع بکنم از این سنی که شما مطرح کردید. خب شما از یک طرف فرمودید که برای ازدواج نیاز بلوغ جسمی هست، بلوغ فکری هست، بلوغ اجتماعی هست، بلوغ اقتصادی هست. خب همین موارد رو، حالا بلوغ جسمی خب اون حل، اون مسئله نیست. بلوغ روحی، بلوغ اجتماعی، بلوغ اقتصادی، خب همین بالغ شدن رو تا برسه خب سن میره بالا دیگه. شما همینا آیا جزء این عوامل با رفتن سن ازدواج نمیتونن باشن؟ نه، وقتی ما میگیم بلوغ دیگه این نیست که بلوغ یعنی چی؟ یعنی رسیدن به همون قمت به اصطلاح قلعه کوه. بلوغ یعنی این که اومدی آقا تو خط افتادی. و در بلوغ جسمی مگه ما چی میگیم؟ میگه آقا تا طرف اومد به یک سن معینی رسید، یک عوارض جسمی روش ظاهر شد، مثلا قضیه احتلام پیش اومد، میگه آقا از نظر جسمی این بالغ شده. خب از نظر فهم و درایتش امروزه ببینید، ما وقتی بود که حرف از مثلا وقتی الان حرف میزنیم که آقا پدر بزرگای ما در 15-16 سالگی ازدواج میکردن، میگن اون زمانها آقا زندگی آسون بود، اون زمانها فلان بود، اون زمان. اینا همه حرف چرنده که ما داریم خودمون رو باش گول میزنیم. برعکس وقتی که وقت پدر بزرگای ما بود زندگی خیلی سخت‌تر بود، زندگی خیلی دشوارتر بود. الان امکاناتی که ما داریم، وضعی که ما داریم، زندگی که ما داریم، اصلا اونا تو خواب و خیالشون نداشتن. این یه مورد دوم که وقتی ما میگیم آقا اون وقتا به هر حال افراد به اصطلاح زندگی رو آسون بود، نمیدونم، زندگی از نظر اقتصادی الان آسون تره، از نظر به اصطلاح رشد به اصطلاح آگاهی ها الان ما به مراتب بالاتریم. الان از نظر رشد فکری و دانش روز، بچه کلاس اول ابتدایی ما مثل آقا 4 تا ادیسون و فیثاغورس بارشه. پس از نظر عقلی، از نظر رشد فکری، از نظر رشد فرهنگی ما خیلی جلوتریم از پدر بزرگامون، از پدرامون. اون چیزا الان بابای من نمیدونه اون چیزی که من میدونم، بچه من الان از من جلوتر زده. این چیز طبیعی است، یعنی رشد بلوغ ما زودرستر شده. در این حال اون روز به اصطلاح این مسائل اجتماعی بسیار پاکتری رو ما داشتیم. پدر بزرگ من و شما
تا روز ازدواجش چشش به اصطلاح به دختر همسایه، به دختر یا به زنی نمی افتاده. الان نوجوان ما همین که به اصطلاح دستشو باز کنی، همین که به اصطلاح تو خط زندگی بیفته، همین که دستش به یک اینترنتی برسه، همه به اصطلاح ریز و درشت زندگی به اصطلاح مشترک رو، جنس مخالف رو، همه اینها رو سر در میاره. در حالی که به اصطلاح در قدیما وقتی مثلا بابا بزرگ میخواستند ازدواج کنن، اون وقتی کسی می اومد پیششون به اصطلاح یه هفته قبل از ازدواج آموزش به اصطلاح زندگی زناشویی و مسائل به اصطلاح که لازمه هست اونها رو بهشون یاد میداد. الان نیاز هست که ما یک هفته پیشش بیایم این بچه ها رو بگیریم که آقا این کارهایی که به اصطلاح تو فرهنگ زشت غربی بهش دارن آموزش میدن نکنه این کارا رو بکنی ها. ما داریم الان یه مقداری طرف رو اصلاح میکنیم از اون آموزه های زشتی که یاد گرفته. یعنی چیزی که به اصطلاح امروز ما باش روبرو هستیم، باید عقل این رو اقتضا میکنه که سن ازدواج الان روز به روز پایین تر می اومد، نه اینکه بالاتر بره. ما در به اصطلاح فهم بلوغ اجتماعی، فهم بلوغ روانی، فهم بلوغ جسمی، ما دچار یک واهمه هستیم که این واهمه رو باید تصحیحش کنیم. حالا جناب دکتر، برای همین مسئله که شما اشاره می‌فرمایید با توجه به امکاناتی که ما الان داریم و بالا رفتن به هر حال سطح فرهنگی جامعه ما و اون درک و فهم ما از زندگی و اطلاعاتی که داریم آشناترین باهاش، باید سن میومد پایین، داره میره بالا. همین میانگینی که شما در ابتدای برنامه بیان فرمودید که سالهای 92 91 از اون طرف هر چی داریم میریم جلوتر، میانگین سنی داره میاد بالا، چه برای آقا پسرها چه دختر خانم‌ها. چه عواملی رو شما موثر میبینید در بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ما، حداقل در جامعه فارسی زبان ما یا محدوده‌ای که به هر حال سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان زندگی میکنن با تنوع فرهنگی که دارن؟ عوامل بسیار زیادی در بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر جوانها در ازدواج مؤثر است. از جمله همین عوامل فرهنگی است. فرهنگی که به اصطلاح به خود جوان تلقین شده. جوان ما در این محیطی که هست، که البته تا حدود زیادی هم خانواده ها مقصرن، یک نوع جوون بی بخار بار اومده. جوونی که به اصطلاح قدرت تصمیم گیری توش هر روز به روز ضعیفتر میشه. خب مسائل زیادی تو این بحث مؤثر هست. یکی همین سرکوفته های خانواده های مغرور، پدر مادرایی که همیشه پدر مادر بازی در میارن، یادشون میره که به اصطلاح بذارن بچهشون باید رشد کنه. تا بچه دست به کتاب میگرفت، از روز اول مدرسه مادر میومد بالای سرش میشینه که آقا این الف، این بای بگو، آب، نمیدونم فلان الان. خب اگه قرار شما ریز و درشت آموزشی بچه رو باش، انشاش رو باش شما کار کنید، کارش رو شما کنید، پس چرا میفرستی مدرسه؟ بذار بچه که رفته مدرسه احساس کنه که خودش مسئول درس و مشقشه. آقا بذار بچه 2 سال 3 سال 10 سال هم مردود بشه. مردود شد که چی؟ احساس این مسئولیت رو بکنه که برای این درد منه، این مدرسه مال منه، این نیاز منه، پدر مادرم وظیفه‌شون این نیست که بیان منو به اصطلاح هی هول بدن، کار منو اونها بکنن، وظیفه منو اونها وقتی که ما این طور بچه رو برمیاریم، خب بچه احساس مسئولیت نمیکنه. این ضعف احساس مسئولیتی این رو همیشه از مسئولیت پذیری فراری میده. ازدواج یعنی چی؟ یعنی مسئولیت پذیری، یعنی تکامل در شخصیت، یعنی اینی که من مسئول خودم هستم، هیچ مسئول یک شخص دیگه میشم، من مسئول به اصطلاح حفظ روابط 2 فامیل میشم. ازدواج خب ازدواج 2 فامیل هست در واقع. من مسئول آینده بچه هام میشم، من اینا یک به اصطلاح هیولایی میشه جلوی نوجوانمون، جلوی دختر خانوممون که ما اصلا اون رو لامسئول بار آوردیم. بیشتر خوشش میاد که بی بند و بار باشه، بیشتر خوشش میاد که خودش رو میگه من آزاد اندیشم. در واقع آزاد اندیش نیست، در واقع بیمار روانی هست.
نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه، فرار میکنه از به اصطلاح پایبندی ها، در حالی که پایبندی ها زندگی رو تنظیم میده، زندگی رو به اصطلاح و طرف رو، جامعه رو، فرهنگ رو، خانواده رو رشد میده. در یک به اصطلاح اشتباهات، در یک به اصطلاح سردرگمی به سر میبره. این یکی از اسبابیه که متاسفانه باعث میشه که خود نوجوانهای ما به اصطلاح زیر بار ازدواج نرن و ازدواجی که نوعی آرامش هست، نوعی به اصطلاح رشد هست، این رو زیر بارش نرن. میگن که زیر بار ازدواج نمیره، گویا که ازدواج یک باری هست، در حالی که ازدواج یک برداشتن یک باری هست، برداشتن یک سختی هایی که هست، یک فشارهای روانی که روی فرد هست، فردی که به سوی یک نوع سردرگمی، یک نوع استرس، یک نوع فشارهای روحی روانی که منجر میشه به بعضی از بیماری های روحی روانی پیش میره، این رو داره نجات میده. خداوند وقتی میگه که آرامش هست، اون طرف میاد میگه که زیر بار رفتن. این همش برمیگرده به همین به اصطلاح فهمهای نادرست و بی اساس. این موردی هست. در مقابل این مورد ما میبینیم که مورد به اصطلاح خود خانواده ها هست. خانواده ای که گویا میخواد که پدر خرج کرده رو دخترش، حالا خرج رو میخواد در بیاره، یک حرفایی مطرح میشه که واقعا زشته، حتی اسمشون زشته. میگه آقا دختر خانم ما شیربهاش این قدره. مگه چی؟ شما مثلا گوساله تربیت کردی، شیر دادی، گاو شیر داده که حالا میخوایم پول شیرش رو بگیریم؟ بابا این انسان هست، تو مادر بودی، خداوند تو رو این شرف دار که مادر بشی، بعد در این مادری این خداوند تو همین سینه تو که قبل از این دختر خانم، قبل این اصلا نه شیری بود و نه نعمتی بود و نه هیچی. پس این بنده خدا که اومد، خداوند روزی اون رو تو سینه تو گذاشت، تو رو یک شخصیت داد، تو رو مادر کرد، بهشت رو گذاشت زیر پای تو. الان تویی که اومدی به این درجه رسیدی، باید خدا رو شکر کنی، نعمت خدا رو سپاس بگیری، بعد بیای ناشکری بکنی، بگی که من شیربه‌های دخترم رو میگیرم. یعنی چی؟ این واقعا اهانت هست، زشته. یعنی همون برده فروشی دیروز، طرف میرفت بازار برده فروشا، نگاه میکرد دختر خوشگلی میدید که براندازیش میکرد، انگار که میخواد مثلا فلاکس چای بخره، میخواد نمیدونم ظرف غذاخوری بخره، یه چیزی مثل این، میرفت میخرید. الان هم شما میایید به اصطلاح همچنین کاری رو میکنید. یا پدر فکر میکنه که مهریه مال اون هست، باید من که خرج کردم روی این دختره، باید از زیر نوک این داماد درش بیارم. چه ششکور، چرا اومده خواستگاری؟ حالا که اومده خواستگاری باید بده. این نوع بالا بردن مهریه ها، خب این طبعا زندگی طرف رو اصلا ریشش رو میکنه. جناب دکتر دارید نمک میپاشید روی زخم خیلی از عزیزان. حالا این که مشکلت، راه حلش چیه؟ راه حل خب طرف خیلی راحت، پسر که پسر دل داده و دل بسته و چشش هم گیره و قلبش هم مشغوله، بابای دخترم که میگه الا بلا، یا انقدر پول میدی یا اینکه برو یه جای دیگه گورت کم کن. من حقیقتش میتونم تنها توصیه کنم به این مادرها و پدرها، والدین عزیز، اگر شما مشتاق هستید که دختر خانمتون خوشبخت بشه، این تصور پوچ و واهی رو از سرتون به در بیارید که اگر ما ترمون رو ارزون بدیم قدرش رو نمیدونن. نه خیر، طرفی که اومده خواستگاری دختر شما نیومده ماشین مرسدس بخره، اومده شریک زندگیشو، نصف زندگیشو بخره، نصف زندگیشو پیش شما خداوند امانت گذاشته از شما بگیره. وقتی که گرفت، اون طرف میشه بچه شما، دختر شما میشه دختر اون خانواده. شما در واقع دختر ندادید، شما پسر گرفتید. یعنی یک کسی از خانواده شما فرار نکرد، بلکه یک شخصی
که روش هزینه شده، روش زحمت کشیده شده امروز یه بانو، شده امروز یه داماد، الان میشه جز خانواده شما یا جز به اصطلاح دختر شما میشه از یه خانواده دیگه. یعنی دختر شما یه شخصیت بزرگتری پیدا میکنه. تنها دختر شما نیست، دختر شما هم هست، دختر حاج آقا فلانی هم هست، پسر شما، پسر حاج آقا فلانی تنها پسر ایشون نیست، الان پسر شما هم میشه. یعنی شما کسب کردید، یک انسان رو کسب کردید. اما وقتی میای یه مهریه بالا میذاری، مهریه بالا میذاری، شما چیکار کردید؟ شما یه انسان رو داغونش کردید، نفلش کردید. رفته بنده خدا قرض و قرضه گرفته، اومده مهریه رو داده به شما، شما هم مهریه رو بالا کشیدید. حتی اگه بالا هم نکشیده باشید خرجش کردید، نمیدونم چیزای بیهوده و بس. اما در مقابل اون فرد رو مخش رو داغون کردید. الان ایشون وقتی که به همسرش نگاه میکنه، به دختر شما نگاه میکنه، نه داشت زیباییش رو میبینه، نه اون عطوفت و زحمت ها و تلاش ها و خوبی های شما رو میبینه که دستای پینه بسته شما رو که زحمت کشیدید این دختر رو تربیت کردید. اون چیزی که میبینه یه چک چند میلیونی جلوش داره راه میره، تو سرش همیشه هست که این قرض رو من کی پرداخت کنم. وقتی که به همسرش نگاه میکنه، همسرش رو نمیبینه، چشای آقای سلیمانی رو میبینه که تو چشای دختر شما افتاده، همچین تلخ به شما بهش خیره میشه که آقا این 4 میلیونی که از من گرفتی کی میخوای پرداخت کنی؟ تو گفتی بود 1 سال، الان 1 سال داره میگذره، من هیچ کاری نکردم، نتونستم قرض آقای سلیمانی رو بدم، نتونستم قرض احمد آقا رو بدم، نتونستم. یه طرف داغونه. اینجاست که این به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشنویم که چی میفرمایند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند اعظم النساء برکتا ایسرهن مؤونه. بهترین و بزرگترین برکت خانم ها و بانوان کدومه؟ اون خانم و اون بانویی که مهرش آسون تر باشه. وقتی من میرم خواستگاری یه دختر خانومی، من که آدمم، عقل دارم، میدونم که این طرف مقابل که بسیار دخترش و جگرگوشش رو داره به من میده، این جگرگوشه، این دختر خانم 15-20 سال از عمر این خانواده رو خورده. جوونی این پدر مادر رو 15-20 سال از جوونی پدر مادر تو این دختر سرمایه گذاری شده. الان این رو دارن 2 دستی به من میدن. بس اینو چقدر بر من منت دارن؟ چقدر من باید تابع فرمان اینها باشم و گوش به فرمانشون باشم و در فکر خدمتشون باشم و در به اصطلاح در تلاش کنم برای راضی کردن اونها. این هر انسان با مروتی این رو داره. اما اگر خدای نکرده بین این 2 تا فرد اشکالی پیش بیاد، نتونن با هم زندگی کنن، الان این رو دختر شما رو طلاق خواهد داد. حالا اگر مهرش 100 میلیون هم باشه طلاقش میده، اگه مهرش 2 تومن هم باشه طلاقش میده. خب چرا؟ چون که نتونسته باش کنار بیاد. تنها موردش اینه که اگه مهرش 2 تومن بود طلاقش داد، خب به راحتی میدونه که پرداخت 2 تومن براش راحته، میاد پیش شما معذرت خواهی میکنه، به همه میگه آقا ما نتونستیم با هم بسازیم، از هم جدا میشیم، محترمانه جدا میشن. اما وقتی که مهرش نمیدونم 200 میلیون و 400 میلیونه، اون وقت چه کار میکنه؟ اون وقت اینقدر این دختر شما رو شکنجه و عذابش میکنه تا دختره به خاطر فرار از این جلاد و این خونخوار میگه آقا خلعم کن، نه مهریه خواستم نه هیچ. پس مهریه برای جان دخترت شد یا نیاز به اصطلاح حفاظت زندگیشو کرد؟ این تصورات واهی رو باید از ذهنمون در بیاریم. میبینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم طرف میاد که یا رسول الله زوجنی، به من زنی واسه کن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خانمی رو میبینن مناسب، میگن آقا اینو به همسری شما بگیرید. خب چی داری آقا؟ مهریه بی. میگه یا رسول الله من چی دارم؟ هیچی ندارم. میفرمایند زوجتک بما معک من القرآن. خلاص ازدواجت شد، چقدر قرآن بلدی این دختر رو یادش بده، این مهریت شد. وقتی تو میایی میذاری مهریه به سلام دخترت رو زیارت خانه خدا، این جوون وقتی بلند میشه دختر شما رو میاره پیش خانه خدا، اونجا چه لذتی میبره. ببین همین جوونی که به اصطلاح
ایمانش نپخته بود، وقتی میاد چشاش میفته به خانه خدا، اونجا دست در دست همسرش داره طواف میکنه، اون روحانیت اون مکان، ببین چه برکتی تو زندگی اینا میندازه. پس یه مقدار عاقلانه فکر کنیم، یه مقداری به اصطلاح در فکر آینده و خوشبختی بچه هامون باشیم. خوشبختی رو نمیشه خرید. خوشبختی پولکی نیست که ما پول بگیریم از طرف بذاریم به اصطلاح دو دست دختر خانممون خوشبخت بشه. هرگز این اتفاق نیفتاده. ما میبینیم آدمای بیشتر افرادی که به اصطلاح دیوونه میشن، بیشتر افرادی که به اصطلاح خودکشی میکنه، همین به اصطلاح پولدارای کله گنده هستن. پس پول خوشبختی رو نمیاره، ایمانی که خوشبختی رو میاره، انسانیتی که خوشبختی رو میاره، خوب بودن. وقتی پیامبر خدا میگه که برکت همسرت رو، برکت دخترت رو، زندگی دخترت رو با برکت کن با مهریه کم، این داره پیامبر خداست داره این حرف رو میزنه. حالا اگه ما نخواهیم حرف پیامبر خدا رو بگیریم، بخواهیم حرف نمیدونم فلان تلویزیون و فلان ماهواره و فلان نمیدونم فیلم و سریال رو بگیریم، آخرش چی میشیم؟ آخرش همون میشیم که اون به اصطلاح بازیکن اون نقش زندگیشو ببین که چه داغونه، چه بدبختیه، دختر ما هم مثل اون میشه. غیر از این مواردی که شما اشاره فرمودید جناب دکتر، یکی از دغدغه‌هایی که به هر حال مسئله‌ای که مطرح میشه تو این بحث موارد مادی، احیانا از طرف خود آقا پسر هم هست. یعنی اینجوری که نه که بگیم همیشه خود خانواده مثلا عروس سختگیری بکنن، خب آقا پسر هم خودش احساس میکنه که دستش بنده، لحاظ مالی امکانات نداره، توانایی نداره و متاسفانه به خواسته هایی هم که مطرح میشه، نمیدونم بحث خونه و بحث ماشین و بحث درآمد آنچنانی و این هم یکی از دغدغه هاست. این رو چه باید کرد؟ این هم یکی از مواردی که به حال سبب بار رفتن سن ازدواج شده. بله دقیقاً این هم یکی از باورهایی هست که نیاز به تصحیح داره، که جوانای ما فکر میکنن آقا چون بیکارند، چون که به اصطلاح مال و ثروتی دستشون نیست، یا طرف میاد میگه که باید من خونه درست کنم بعد ازدواج کنم. چرا؟ چون که به اصطلاح اینجوری راحت ترم، پدرم کرایه نشین بود، من میدیدم چه سختیاری رو تحمل میکنه. یا دختره اصلا شرط میذاره که تازه خونه نداره، ما چطور به اصطلاح خونه داشته باشه، من نمیتونم کرایه. این حرفای به اصطلاح بیهوده. چرا میگم بیهوده؟ چون که خود ازدواج راهی است برای ثروتمند شدن. ازدواج ابتدای زندگی است. شما دارید زندگی رو شروع میکنید. اونی که زندگیش رو زیر یک کلبه، زیر یک به اصطلاح اتاق پرتی تو خونه پدر مادرش زندگی رو به اصطلاح انباری رو گذاشتن، یکم رو راستش کردن، شد اتاق عروس خانم. خوبه. از اینجا شروع کردن. الان میبینیم که بعد از 10 سال 20 سال چه گشایشی در زندگیشون شده، چقدر پیشرفت کردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند 3 گروه از مردمان هستند که حقشون بر خداست. خداوند متعال یاری کردن به اینها رو بر عهده گرفته. 3 حق علی الله عونهم. 3 گروه هستند که خداوند اینها رو کمک میکنه. کسی که میخواد بره در راه خدا به جهاد، خداوند راه و گشایشی براش پیدا میکنه میره. کسی که نمیدونم در اسارت هست، کنیزی بود، برده‌ای بود، میخواد خودش رو آزاد کنه، این ور اون ور قرض و قرضه‌ای به پا میکنه، این قرض و قرضش حتما برآورده میشه. و نفر سوم اون جوونی هست که میخواد عفتش رو حفظ کنه، میخواد پاک دامنیش رو حفظ کنه. این جوون توانایی نداره. آقا برو قرض بگیر. قرض که گرفتی حتما خداوند راهی برات پیدا میکنه، این قرض رو در اسرع وقت شما برآورد خواهی کرد. مگر نه اینکه خداوند متعال میفرمایند و این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر این زوجین، اگر جوونی که میخواد ازدواج کنه، اینا اگر فقیرن، دستشون تنگه، بابا ازدواج کنن. خداوند متعال از فضل و برکت خودشون اونها رو بی‌نیاز میکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمودند که من تعجب میکنم که بعضیا در فکر پولدار شدنن،
میخوان پولدار بشن، راه پولدار شدن که زن گرفتنه این راهشو نمیرن. بابا ازدواج کن پولدار میشی. در ثانی این خب یه معضله هست، همه داریم میبینیم جوونه بیکاری تو جامعه اوج میزنه. خب جوون هم نیاز به ازدواج داره. آقا این نیاز هست. من گرسنمه باید غذا بخورم، الان اگر غذا دارم خب غذای خودمو میخورم، اگه ندارم چیکار باید بکنم؟ یا اینی که میرم به سبب غذای کسی رو بدون اجازهش برمیدارم، یا اینی که اطرافیان همسایه خانواده اینا باید به من کمک کنن که غذایی بخورم یه چیزی خب اینجاست که دیگه جوون ما باید این تو کنه، جامعه ما باید این تو فکر کنه. ما یه مشکلی که تو جامعه داریم اینه که هر کسی سرشو گذاشته تو لاک خودش، هیچ انگار نه انگار که کسی دیگه اطرافش زندگی میکنه، انگار نه انگار که تو این جامعه ما جوونایی هستند که نیاز هست ما بهشون برسیم، دختر خانمایی هستند که باید به فکرشون باشیم. اینجاست که رابطه خویشاوندی و استحکام رابطه خویشاوندی اینجا نقش خیلی اساسی رو برپا میکنه. رابطه همسایه داری و محله داری نقش خوبی است. آقا جوونه وقت ازدواجش رسیده، خب بیا 4 تا از این همسایه ها 4 تا از این خویشا دست بالا بزنن، آقا قرضی بهش بدن که آقا فلانی بیا این مبلغ رو ما به شما میدیم، در اختیارت میذاریم، هر وقت انشالله خداوند فرجی برات اومد، وقت وضعیت خوب شد برمیگردونی، برو ازدواج کن. وقتی که ما اینطور به اصطلاح برخورد کنیم این موضوع حل میشه. این مشکل به اصطلاح بیکاری، خب بیکاری رو باید براش کار ساخت. خب اگه ما منتظر باشیم که آقا حکومت واسه ما به اصطلاح کار بسازه، بابا حکومت نه فکر تو هست، نه فکر این ملت، نه فکر این میهن. اونایی که تو رأس حکومت هستن یه مشت قالتاق نشستن واسه خودشون فکر میکنن. اون وقت من و شما جامعهمون، بچه‌مون، خانوادهمون رو بذاریم ضایع بشه تا چون که به اصطلاح حکومت گذاشته کاری نکرده. نه خیر آقا، ما خودمون جامعه مدنی، خویشاوندا، اهل مسجد، اهل محله باید در فکر این باشیم که چطور جوونا رو راه بندازیم. خود جوونها بزرگترها بهشون نرسیدن، خود دوستا چند تا دوست میبینن که بله فلانی وضعش که به اصطلاح خوب نیست، آقا هممون وضعمون خوب نیست، 5-6 تا بیایم با هم یک کمیته 5-6 نفره تشکیل بدیم، آقا یک مبلغی با هم کار میکنیم، مبلغی جمع میکنیم، یکی یکی ازدواج میکنیم، هم دیگه رو کمک میکنیم. به این صورت این مشکلاتی که به اصطلاح سر راه هست اینا رو باید برطرف کرد، با اون وضعی که هست باید ساخت. الان اگر شما 15 سالته 20 سالته میخوای ازدواج کنی و توان ازدواج رو نداری، کی گفت که 30 سال شدی اون وقت توانش رو پیدا میکنی؟ کی گفت که بعد از به اصطلاح 20-25 سال بعد از اینکه درست تموم شد کار پیدا میکنی، وضعیت بهتر میشه؟ پس از الان وقتی که شما ازدواج کردی یه نقطه رو هم باید مد نظر داشته باشیم که اینی که امکان نداره، آقا امکان نداره من نوعی از خداوند بر بندگان خدا مهربونتر، دلسوزتر باشم. وقتی که من میام ازدواج میکنم، اگر هدف از ازدواجم یک هدف مبارک هست، هدف این است که خودم رو پاک دامن نگه دارم، هدفم این است که دختری که میخوام باز ازدواج کنم اون رو از زشتی و پلیدی شدن حفظ کنم، هدفم این است که یک خانواده با برکتی تشکیل بدم، یک به اصطلاح خانواده ایمانی تشکیل بدم، بچه‌های درستی تربیت کنم، به جامعه تحویل بدم. وقتی که من اینطور فکر کنم، این بینش رو داشته باشم، آیا اصلا امکان داره، تصورش میره که خداوند من رو ضایع کنه، خداوند من رو حفظم نکنه، خداوند من رو کمکم نکنه؟ این اصلا تصورش نیست. پس بیایم یک کم با خودمون رو راست باشیم، با خودمون رو راست باشیم و از به اصطلاح ادامه مسیر درست نترسیم. یه پا بذاریم جلو، دستی بالا بکشیم و به پیش. جناب دکتر، حالا من مثلا جوان پسر میخوام ازدواج بکنم، من نوعی، بعد به این آنچه که در این کتاب اومدم یقین کامل دارم بدون شک، به هر حال
اون که شما فرمودید که الله متعال فرمود در سوره نور آیه 32 که شما ازدواج بدید دخترها و پسرهایی رو که شایستگی دارن برای ازدواج، صالح هستن، تعبیر قرآن این هست این یکون صالحین. بعد در ادامه میفرماید که اگر این یکون فقراء یغنهم الله من فضل، اگر فقیر باشن الله تعالی اونها رو از فضلش بی‌نیاز میکنه. من جوان بسم الله گفتم و آستین بالا زدم و همت کردم و حرکت کردم، حالا خانواده طرف مقابل مراسم عروسی میخوان و تالار میخوان و مخارج آنچنانی میخوان و اینو من چیکارش کنم؟ واقعا حرف به جایی هست، بله. اما ببینید من باید به اصطلاح همونطور که خودمون میگیم که پامون رو به اندازه گلیم خودمون دراز کنیم. من باید وضع خودم رو درک کنم، چه دختر باشم چه پسر، ببینم که من کیم، وضعم چیه. وقتی که من نمیتونم پیتزا بخورم چرا برم پیتزا فروشی؟ وقتی که من نمیتونم دستم به جایی نمیرسه یا با یک فرد خانواده ای میخوام به اصطلاح وصلت کنم که اون خانواده فقط به اصطلاح میگم که خودم رو گول میزنم که عاشق شدم. بیایید ببینید همین نقطه عاشق شد دختر خانم ها، آقا پسر ها، بیایید خوب بفهمیم که آقا عشق یعنی چی. خودمون رو گول نزنیم. اینی که من طرف رو دیدم، وای دختر همسایه رو دیدم، دختر فلانی رو دیدم، همکلاسی رو دیدم، تا چشم بهش خورد عاشقش شدم. بی خود کردی عاشقش شدی، اصلا عاشقش نشدی شما. ببینید در عشق 3 مراحل داره، 3 مرحله پیش رفت، اون وقت شما میتونید بگید عاشق شدی. مرحله اول مرحله شیفتگیشه. خب شیفتگی چیه؟ من کسی رو دیدم دهنم وامون، خب خیلی خوشم اومد، من کمال رو در این فرد دیدم. این پله اولی، این عاشق شدن نیست ها. بچهای ما میان این مرحله رسیدن خودشون رو گول میزنن میگن ما عاشق شدیم. نه خیر آقا، تو اومدی پله اول، یعنی شیفته شده، فقط شیفته شدی. آها. خب شیفته شدی، خب مبارکته. شما دیدید که طرف مقابل این حاج آقا سلیمانی که اینجا نشسته ماشاءالله همچنین همه اون مواصفاتی که دختر خانم میخواد بله تو این آقا سلیمانی هست. این رو میگن شیفتگی. مثال دیگه بزنید، ما رو به جنگ نندازید. مثال دیگه بزنید، کسی دیگر رو مثال بزنید. حالا احمد آقای به اصطلاح پشت صحنه. خب احمد آقا به اصطلاح دیدن بله جوون رعنا شیک ماشاءالله با اون شیک پوشیش با اون عطر و اون، اینو میگن شیفتگی. خب شدید شیفته. این مرحله اوله. مرحله اولی اون چیزی که توی جامعه ما جوونا میگن عاشق شدن، همون شیفتگیه. فقط این شیفتگیه، یعنی یک مثل یک خواب میمونه. این بیشتر یک خواب دیدی، سراب دید، خودش رو گول زد، فکر کرد آبه. مرحله بعدی مرحله شناخت است. در مرحله شناخت چی میشه؟ در مرحله شناخت من طرف مقابل رو میشناسم، هم خوبیهاش رو میشناسم، هم جوانب مثبتش رو، هم جوانب منفیش رو. من الان شناختم که این احمد آقا خیلی آدم دست و دلبازی هست، 1، خیلی آدم خوشرویی هست، 2، اما زود از کوره در میره، عصبانی میشه، 3، یادم نره وقتی هم عصبانی میشه دیگه کسی رو نمیشناسی، هرچی از دهنش در میاد پرت و پلا میگه. خب چند 10 تا به اصطلاح مورد مثبتش رو من کشف کردم، 20 تا مورد منفیش رو کشف کردم. این شد کشف. مرحله سوم مرحله همزیستی است که این مرحله عشق است، که من الان میدونم که آقا این طرف 10 تا خوبی ها داره و 20 تا بدی ها داره. من حاضرم این طرف رو با وجود این 20 بدیش، این 20 بدیش رو با جان و دل بخرم، تحملش کنم، این خوبی هاش برای من تمومه. آقا با همین به اصطلاح 20% خوبیست، 80% بدی که توش میشناسم، من این رو قبول دارم، 20% رو قبول دارم، 80% رو باش میسازم. حالا میگم که شما عاشقید، مبارکت. خب وقتی که به این مرحله نرسیدی هیچ وقت خودت رو گول نزن، نگو عاشقم، بگو جوگیر شدم، بگو نمیدونم سراب دیدم، بگو نمیدونم شیفته شدم، هرچه میلید. خب الان وقتی که شما میخواید از یه خانواده ای ازدواج کنید،
این خانواده رو داره، شما دارید با یک خانواده وصلت میکنی. الان اگر امروز این خانواده عقلشون این هست که نمیدونم تو فلان تالار و فلان ویل خرجی و فلان و فلان و فلان و شما میدونید که اینها نه با تو با فرهنگت میسازه، نه توانش رو داری، نه خب به صلح این به جای دیگه برو، یک ازدواج دیگه، یه سوژه دیگه واسه خودت انتخاب کن. خب اگر نمیتونی اینا رو تغییر بدی امروز، اگر نمیتونی اینا رو تغییر بدی فردا نخواهی تونست. الان باید رو راست باشی، هم اونا رو قانعشون کنید، بفهمونی و پیش بری. قانع نشدن زیاد خودت رو، وقتت رو هم ضایع نکن. فرصت ها زیاد هست برای ازدواج و البته نمیگم که این سوژه رو ولش کن، تا میتونی از اهرم های مختلفی که در جامعه هست، از نمیدونم کسی که این خانواده حرفش پیشش ارزش داره، امام مسجد، آدم به اصطلاح بزرگتر، عموی دختر، فلان علان، که آقا اینا رو قانع کنید، ما میخوایم زندگی کنیم، میخوایم زندگیمون واسه خودمون باشه، نمیخوایم زندگی کنیم واسه دیگران. ما بیایم یه تالار بزنیم، یک نمیدونم ازدواج پل ویل خرجی را بندازیم، 200-300 نفر بیانده به اصطلاح عیش و نوش بکنن، یه بهبه و چهچهی بگن، اینا رفتن، من بمونم زیر قرض 5 سال نتونم قرضم رو بدم. خب این چه ازدواج شد؟ چه خوشگذرونی شد؟ من الان در واقع ازدواج نکردم، من اومدم به اصطلاح چشای مردم رو خریدم، من اومدم این همه خودم رو تو هچل انداختم برای شنیدن یه بهبه و چهچه. آقای نه این بهبهش رو خواستم، نه چهچهش رو خواستم. من میخوام یه زندگی درست، یک زندگی سالم برپا کنم، خودم رو سر و سامون بدم، همسرم رو سر و سامون بدم، خانوادم رو سر و سامون بدم. یه مقدار عاقلانه اگر فکر کنیم این مسائل کوچیک کوچیک خیلی خیلی راحت حل میشه. نیاز هست که فقط یه مقدار جرأت داشته باشی. آقا طرف بیاد یک طعنه میزنه، آقا ازدواج کردی منو دعوت نکردی، یه معذرت خواهی هم بشه، وقت نشد، دیر شد، میخواستیم یه به اصطلاح ازدواج ساده تقدیم کنیم، که این البته یکی از وظایف افراد عاقل و اندیشمند جامعه هست. هر جوون برومند، هر جوون عاقل، هر جوونی که به اصطلاح جامعه روش هزینه کرده، عقلش ساخته شده، با سواد شده، با فرهنگ شده، حق جامعه بر این جوون اینه که در اصلاح جامعه کوشا باشه. باید یک مثال و یک نمونه درست به جامعه بده. وقتی که من به عنوان یک جوون با فرهنگ، به عنوان یک جوون فهمیده بیام با عادات و رسوم جامعه، عادات و رسوم زشت و زننده و دست و پاگیر جامعه بسازم، اینا رو تغییر ندم، در واقع به جامعه خیانت کردم. خیانتش اینه که من الان شدم الگو برای 100 نفر دیگه که آقا فلانی این کار کرد، ما نباید ازش کمتر باشیم. اما اگر من اومدم یک نمونه خوب دادم، یک ازدواج بسیار بسیار ساده را انداختم، در حالی که توانش رو هم داشتم که خیلی ریز و به پاش را بندازم، الان 1000 نفر دیگه نگاه میکنن میگن که آقا فلانی همچین کاری کرد، ما هم میتونیم. مردم اگه به فلانی چی گفتن که به ما بگن؟ جرأت میدی شما به جامعه. و یک موردی هست که الان به این خانواده ها بهش اشاره کنم، این سختگیری های پدر مادر. خداوند متعال به این پدر مادرها میفرمایند فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. آقا دختر خانم، آقا پسر میخوان زندگی خوبی را بندازن، راضی هن، شما از طرف راضی هستید، الان دیگه نه گیر ندید، سخت گیری نکنید. سخت گیری کردن شما میدونی چیه؟ 3 ظلم بسیار بزرگ. یه ظلم بر خودتون، شما با این سخت گیریتون با فرامین خداوند و پیامبر خداوند در افتادید. یعنی شما با این سختگیریتون مرتکب یک گناه کبیره شدید. مخالفت خداوند میگه آقا سخت نگیر، اون وقت شما اومدی مودماغ میشی. آقا به تو چه؟ تو پدری مادری خوشبختی بچه تو میخوای یا میخوای که اونا رو تو دردسر بندازی؟
میخوای که به اصطلاح فشارشون زیاد کنی، میخوای به خاطر خودنمایی خودت، به خاطر این که به اصطلاح تو مردم یه جایی نشستی همچین سری بالا بندازی که آقا ما در تالار فلانی عقد بچه‌مون بستیم، میخوای فقط به خاطر این زندگی یه جوون رو خرابش کنی. دومش ظلم بر این دختر. پدر مادری که همچنین شرط و شروطی میذارن، خب آخرش چی میشه؟ اون فرد مناسب که اومده فرار میکنه. فرد مناسب که اومد یعنی اینی که شما شانسای دخترت رو که الان دختر جوونه، چشا به طرفشه، آقا احمد آقا اومد، شما احمد آقا رو رد کردید. احمد آقا در جامعه از چه مرحله، از چه به اصطلاح جایگاه جامعه برخورداره؟ هر جایی که باشه. مثلا شما فکر کنید این احمد آقا از نظر اجتماعی شماره 20، یعنی اینی که این دختر خانم شما که 100% به اصطلاح فرصت ها داشت، شانس های 100% داشت که افراد براش بیارن، شما اومدید طرفی که 20% بود این رو زدید. یعنی اینی که تمام افرادی که گمان میکنن از احمد آقا کمترن یا در به اصطلاح مستوای اون هستن، اونا هرگز دیگه طرف خانه شما نگاه نخواهند کرد. میگن آقا اینا احمد آقا رو رد کردن، چطور ما رو رد نکنن؟ ما چرا بریم خودمون رو کوچیک کنیم، خرد کنیم پیش فلانی؟ خب فرصت هایی که برای دخترت هست تو اینا رو کم کردی. اصلا اساساً دختر خانم ها فرصت هاشون 100 هم نیست. این رو به عنوان یه مثال گفتم. فرصت ها خیلی کمه، چون که درصد به اصطلاح جوون ها به اصطلاح پایین تر است از دختر خانم ها. همین جوریش ما بیش از به اصطلاح توی آمار که حرف میزنه بیش از 11,230,000 مجرد داریم در کشور. یعنی دنیا داره به اصطلاح وضع بسیار بحرانی هست قضیه ازدواج. پس شما این فرصت رو از دخترت گرفتی، سش رو کم کردی، راه رو بر دیگران بستی. این یه ظلمی هست. ظلم دیگه بر اون جوونی که حق داشت، شایستگی داشت، میتونست بهترین داماد باشه برای شما، میتونست دختر شما رو خوشبخت کنه، میتونست با دختر شما خودش خوشبخت بشه. شما چیکار کردی؟ بهش ظلم کردی و به بهانه‌های واهی، به خاطر خودنمایی، به خاطر طمعی که در مالش داشتی، نمیدونم به خاطر اینی که با همسرت به اصطلاح لج کرده بودی، میخواستی گوشمالی همسرت رو بدی دختر، به اصطلاح داماد رد کردی، نمیدونم به این بهانه که نمیدونم دختر بزرگه مونده، دختر کوچیکه رو من چطور بدم. با این بهانه‌های واهی اومدی شانس به اصطلاح دخترت رو کم کردی، ظلم کردی به دخترت، ظلم کردی به خودت، ظلم کردی به اون جوون مناسبی که اومده بود به اصطلاح. و وقتی هم که میاد به اصطلاح خیلی زیباست تو جامعه ما، فرهنگ ما خیلی چیزای نقطه های بسیار زیبایی هست که همچنین ما ازشون میگذریم. وقتی ما میریم مثلا خواستگاری برای احمد آقا چی میگیم؟ میگیم که آقای فلانی ما اومدیم که به اصطلاح بچه‌مون رو شما به غلامی بپذیرید. ببینید چقدر ما فرهنگ زیبایی داریم. ما داریم بچه‌مون رو میدیم آقا غلام شماست، بردگی، آقا بچه منو به بردگی بپذیر. خب بعد شما به جای این که بگید اختیار دارید، بچه شما سرور ماست، دختر ما کنیز شما، اون وقتی به اصطلاح یه همچنین مشت زدی و همه چی رو زدی ریش و پاش کردی. به خاطر چی؟ به خاطر یک اهوا و یک شهوت هایی که در خودت هست، یک انانیت و خودنمایی و یک لجاجت. این کارا رو خواهشاً نکن. جناب دکتر خیلی ممنونم. اجازه بدید که ما همینجا نگه داریم. احمد جان هم ان شاءالله معنی عشق کامل فهمید دیگه. فهمیدین احمد اینجا تو استودیو وایساده بغل دست من. و محمد رفی هم که ماشاءالله تو گوش من همجوری هی داره پارازیت میندازه و دیگه ان شاءالله که بیننده‌های عزیزم متوجه تمام موضوع شده باشن. من یک چند تا حالا از شوخی هم که بگذریم خواهش دارم از همه پدر و مادرها، بیشتر که مقصر این دو گروه هن تو بحث ازدواج. خلاصه از اون چیزی که گذشت، اون پدر و مادرایی که برای دختر خانومشون سخت میگیرن، اون پدرهایی که قیمت تعیین میکنن، نرخ تعیین میکنن و دامادها رو آواره این طرف و اون طرف میکنن تا به هر حال دستجوری هر کسی دراز بکنن به خاطر اینکه به هدفشون برسن، ازدواج بکنن
بیاین به خاطر رضایت الله تعالی، به خاطر حل مشکلاتی که در جامعه ما هست. متاسفانه جاهایی هست این عرف غلط جا افتاده، بشکنیم این رسم ها رو، خودمون بیایم پا پیش بگذاریم. تا ما جلو قدم ور نداریم، حرکت نکنیم، بالاخره این مشکل همچنان باقی هست. این مشکلات رو بیایم ما شروع بکنیم، به دیگران هم یاد بدیم، علل خصوص عزیزانی که یک وجهه اجتماعی دارن، یک جایگاه اجتماعی دارن و بقیه به اونها نگاه میکنن، مورد توجه دیگران هستن. بیایم پیشگام بشیم تو حل این مشکلات و این مشکلات رو رفع بکنیم. عزیزانی که میخوان ازدواج بکنن، آقا پسرهایی که میخوان برن برای خواستگاری، اقدام بکنن، نترسن از بحث‌های مادی. نیازی نیست که اول زندگی همه چی فراهم باشه، ماشین و خونه و این و اون و این و اون و نمیدونم. به هر حال نگاه بکنیم که رسول صلی الله علیه و سلم، صحابه بزرگوارشون، بهترین انسان‌های روی زمین مانند فاطمه زهرا، علی مرتضی رضی الله عنهما، وقتی که زندگی مبارکشون رو شروع کردن، تو چه وضعیتی شروع کردن؟ حضرت فاطمه بزرگترین بانوی تاریخ بشر وقتی که زندگیش رو شروع میکنه، ابتدای زندگی برای حضرت علی، حضرت عثمان و حضرت ابوبکر و دیگر صحابه میان کمک میکنن لازم مالی که بتونه فقط یک 4 تا ظرف سفالی یا یک تیکه حصیری، یک بالشتی از لیف خرما تو خونه پیدا بکنن که بتونن روش استراحت بکنن. دستهای مبارک فاطمه زهرا انقدر از کار کردن و این آسیاب کردن، تکان دادن اون سنگ‌های آسیاب قدیمی زخم شده بود که بران حضرت علی رفت پیش رسول صلی الله علیه و سلم، خود فاطمه زهرا رو فرستاد که برن و تقاضای کنیزی بکنن که حتی روشون هم نشد، همین تقاضا رو هم بکنن که باز پیامبر اکرم علیه السلام ایشون رو به تسبیحات بعد از نماز که به اسم تسبیحات فاطمه مشهور هست و اونها رو توصیه کردن. به هر حال سطح توقع خودمون از زندگی پایین بیاریم، ایمان راسخ داشته باشیم و توی شناخت هم که جناب دکتر اشاره کردن که بدونیم کجا بریم. به هر حال کمی حواسمون رو جمع کنیم، چشممون رو کنترل بکنیم، کمی آرمانی فکر نکنیم، جایی که میتونیم به هدف برسیم به هر حال همیشه پامون از گلیمون بالاتر نکنیم، فراتر نگذاریم و سنگی رو ور نداریم که نمیتونیم و سعی کنیم عاقلانه فکر کنیم تا بتونیم با یک دنیا احساس و عشق زندگی بکنیم. اگر عاشقانه تصمیم گرفتیم دیگه نمیشه عاقلانه زندگی کرد. این میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع دلایل بالا رفتن سن ازدواج. مشکلاتی رو جناب دکتر مطرح کردن و راه حل هایی هم مطرح کردن. یکی از راه حل هایی که برای بحث مهریه ها پیشنهاد میشد پیشنهاد سفر عمره بود. خیلی زیباست وقتی که دو خانواده با هم بر این نظر اتفاق داشته باشن که در ابتدای زندگی دو زوج موفق زندگی خودشون رو با سفر عمره آغاز بکنن و رسم بسیار زیبایی است. اگر کسانی بتونن و تواناییش رو داشته باشن، امکانات فراهم باشه که سعی بکنن ابتدای زندگی خودشون رو در حرمین آغاز بکنن، با هم بسیار زیبا خواهد شد. جناب دکتر به برخی از عواملی که سبب بالا رفتن سن ازدواج میشه اشاره فرمودید. غیر از عواملی که ذکر گشت چه عواملی رو شما سبب میدونید برای بالا رفتن سن ازدواج؟ از جمله عواملی که متاسفانه باعث شده که آمار ازدواج یا سن ازدواج بالا بره، البته من به این نقطه هم اشاره کنم. ببینید ما بیاییم یه مقداری قضایای رو طبیعی نگاه کنیم، ببینیم در خود جامعه ما آمارهایی که جامعه روش به اصطلاح جامعه شناسان روش کار کردن نشون میده که موفق ترین ازدواجها اون ازدواجهایی بوده که در بین 20 تا 24 سال جوانها ازدواج کردن و اینها کمترین آمار طلاق در این مرحله بوده. در حالی که مثلا تو جامعه ما یک اشتباهی رو افراد رواج میدن که آقا بچن هنوز دهنشون بوی شیر میده، اینو ازدواج کنن زندگی رو نمیفهمن، فردا سرشون به طلاق میفته. در حالی که آمار همچین حرفی رو نمیزنه. آمار میگه که بهترین ازدواجها و موفق ترین ها اونایی بوده که در سن بین 20 تا 24 سال بوده.
این در به اصطلاح آقا پسرها. خب به مراتب در جامعه ما عرف بر این هست که همیشه آقا پسرها 3 سال 5 سال 10 سال از دختر خانم ها بزرگترن در ازدواج و بیشترین هر چه که عمر ازدواج بالا رفته درصد طلاق هم بالا رفته. افرادی که دیر هنگام ازدواج کردن درصد طلاق در اینها به مراتب بالاتر بوده. مثلا در آماری که جلوی رو من هست سن ازدواج هرچه بالا رفته در بانوان از 6% طلاق ما رسیدیم به 22.5%. در بین آقا پسرها از 5.4 رسیدیم به 32% با بالا رفتن به اصطلاح سن ازدواج. پس نیاییم تیشه به ریشه خودمون نزنیم. خانم هایی که میان مثلا بهانه میارند که من میخوام درسم تموم بشه اون وقت ازدواج کنم. دختر عزیزم تو میخوای درست تموم بشه مبارکت، اما فکر نکن که همه آقا پسرها منتظرند که به اصطلاح شما مدرک بگیری. اولین سوالی که آقا پسر میپرسه وقتی میگن آقا بیا دختر فلانی رو واسط خواستگاری کنی، میپرسه چند سالشه. خب پس شما که سال برای به اصطلاح طرف مقابل مهمه، سال مهمتره از مدرک ها. ببینیم در به اصطلاح قصه هایی که جامعه شناسان به اصطلاح از دختر خانم ها پخش میکنن، تو کتاب ها می نویسن، نامه هایی که دختر خانم ها رسیدن، چیزای بسیار دردناکی رو میخونید که دختر خانمی داد میزنه که بیایید مدرک های من رو بگیرید به من یک نصف به اصطلاح همسری بدید. نصف همسری یعنی حاضره که همسر دوم سوم یا چهارم هم بشه، همه مدرک هاشو هم حاضر آتیش بزنه. پس واقع بین باشیم یک مقدار و هیچ گونه تعارضی بین ادامه تحصیل و به اصطلاح ازدواج نیست. هر کی این حرفو گفته خیلی بی خود گفته که آقا بیایید تا ازدواج کنه ادامه تحصیل نخواهد داد. اگر تو مرد میدون باشی ادامه تحصیل تو هم میدی، ازدواج تو هم میکنی. جناب دکتر بعضیا میگن که ازدواج سبب میشه انسان ذهنش مشغول بشه، به هر حال سرگرم میشه، خانواده و مشکلات خانواده و خرج خانواده و علل خصوص باز بعد از تولد فرزند اینها دست پاگیر خواهد بود. هر چه دست و پاگیر بشه، هر چه ذهن انسان رو مشغول کنه، درصد مشغولیتی که برای ذهن یک جوان به وجود میاد به مراتب کمتر هست از درصد به اصطلاح مشغولیتی که به اصطلاح ذهن جوانی ازدواج نکرده و نیاز به ازدواج داره به مراتب ازدواج کمتره. ببینید حالا خودمون جوونا بیای رو راست باشیم. شما وقتی که با هم 2 تا جوون رو میبینید با هم نشستن، 2 تا دختر خانم رو که میبینید تو کلاس‌های از وقتی که به اصطلاح پاشون تو دبیرستان میذارن، 4 تا نوجوانی که کنار هم نشستن، چند درصد از حرفاشون همون قضیه ازدواج و به اصطلاح دختر فلانی و نمیدونم تلفن و رابطه فلان و بهمان است؟ پس بیاید راست باشیم، خودمون حداقل گول نزنیم، ببینیم که چقدر ما وقتمون رو در این مسیر صرف میکنیم، چقدر از ذهنمون این قضیه به اصطلاح ذهنمون رو به ما مشغول کرده. ببینید آدم گرسنه هر گردی رو فکر میکنه که نون است به اصطلاح. پس یک طرف یه نیازی داره، الان این نیازش رو اگر برآورده نکنه، خواب هم که ببینه همین نیازش هست، راه هم میره همین نیازش هست، کتاب بله پدر مادر میگن آقا بچه برو درس تو رو بخون، بله کتاب باز میکنه، اما تو کتاب تو لابلای حرفایی که لابلای فرمولای شیمی و به اصطلاح فیزیک این آقا به اصطلاح قلب میبینه، خیال ازدواج رو میبینه. دقیقاً ببینید ما خب وقتی که این همه وقت من نوجوان من جوون رو فکر ازدواج میگیره، فکر به اصطلاح جنس مخالف منو مشغول کرده، پس ازدواج خب حداقل این هزینه وقتی که الان من دارم ضایع میکنم، این مخ من که داره الان بیهوده میسوزه، این راحت میشه. پس عقل من بیشتر کار میکنه، بله یک به اصطلاح مسئولیت های اضافه میشه، یک نمیدونم اندیشه های دیگه ای اضافه میشه، همه اینا جای خودش، اما همه اینها
اون وقت رو نمیگیره، 20% اون وقت رو هم نمیگیره. من اونجا بیشتر داشتم مخ میسوختم تا الان. خب پس ازدواج نه اینی که به اصطلاح وقت میگیره، بلکه باعث میشه یه نوع آرامش به وجود بیاد، باعث میشه که طرفی که به اصطلاح ازدواج کرده الان که درس میخونه دیگه اون لاابالی نیست. ما خودمون ببینیم تو همین جامعه خودمون، دور و بر خودمون یکم درست به اصطلاح نگاه کنیم. اون جوونی که الان ازدواج کرده، 20 سالشه، ازدواج کرده، دانشگاه هم درس میخونه، تصرفات اون رو ببینیم با تصرفات رفیقش که 20 سال داره ازدواجم نکرده، ببینیم چقدر کدوم یکیشون نرماله، کدوم یکیشون بیشتر به درس و مشقش میچسبه، کدومش آقا اون به اصطلاح 20 شد این 18 شد، آقا چه اشکال داره 18 بشه، اما الان داره 18 شو درست میگیره، اون 20 شو گرفت با 4 تا تقلبی هم گرفت ها. خب اینا رو هم ببینیم در مجموع. ببینید اگر یک انسانی اومد به اصطلاح یک نمونه منفی داد، ما چرا نمونه منفی رو بزرگش میکنیم؟ 200 تا نمونه مثبت هست اونا رو نگاه نمی‌کنیم. آقا فلانی ازدواج کرد به اصطلاح درسش رو ترک کرد، خب فلانی اشتباه کرد، نیاز نیست که من اشتباه اون رو تکرار کنم. اون 200 نفر دیگه که ازدواج کردن و درس میشون کامل کردن و بهتر شدن، اونا رو چرا نگاه نمی‌کنم؟ پس این و خاصتا دختر خانم ها که میان وقتی که براشون خواستگار میاد بهانه ادامه تحصیل رو میارن. شما بهانه ادامه تحصیل رو میارید، هر چقدر شما دختر خانم عزیز هر چقدر بزرگتر میشید از عمرتون سپری میشه، به همون اندازه شانسای افرادی که به طرف شما میان کمتر میشه، به همون اندازه کمتر خواهند اومد. بله شما مدرک میگیرید، شما فارغ التحصیل میشید، شما کارمند هم میشید، اما به همون اندازه هم درصد پایین میاد، هم نوعیت اون سوژه هایی که پیش شما میان پایین تر میشه. وقتی که شما میایید مدرک میگیرید، الان مثلا دختر خانمی که اومد پزشک شد مثلا، تا اون مرحله ازدواج نکرد، در وقتی که به اصطلاح دانشجو بود خب خواستگار می اومد ردشون میکرد که میخواد پزشک بشه. الان که پزشک شد، ببینید چند درصد از جامعه، از جوانای جامعه الان فکر این رو دارند که به اصطلاح با یک پزشک ازدواج کنن. خب ببینید تنها مثلا طایفه پزشکا میخوان از پزشک زن بگیرن، تنها افرادی میخوان به اصطلاح که لیسانس دارن یا فوق لیسانس دارن که زن پزشک داشته باشن، پایین ترش که اصلا فکرش رو نمیکنه. خب اینا چند درصد جامعه هستن؟ در مقابل این افرادی که هستن چند درصد دیگه ما دختر خانم تو جامعه داریم؟ چرا به تو نگاه کنن، به کسای دیگه که بهتر از تو نگاه نکنن؟ خب در ثانی چند درصد همین پزشکاشون میخوان که به اصطلاح زن کارمند داشته باشن؟ از خانم‌هایی که کارمندن مثلا میگن که باید کارمند بشم، بعدش دستم تو جیبم بشه. به همین اندازه درصد افرادی که به طرف شما میان پایین میاد. بیشتر جامعه، اکثریت جوون جامعه نمیخواد زن کارمند داشته باشه. چرا میخواد که زنی داشته باشه که خانه‌دار باشه، آینده بچه‌هاش رو حفاظت کنه؟ چرا بیشتر خانم ها نمیخوان که به اصطلاح عروسشون کارمند باشه؟ چرا میگن که آقا دستش وقتی تو جیب خودشه مغروره، برای خودش به اصطلاح کسی خودش رو حساب میکنه، آقا میخواد رو ما منت بذاره، آقا میخواد که زندگیمون رو داغون کنه. بیشتر خانم ها و خانواده هایی که به اصطلاح همسراشون کارمندن مشکل دارن. الان جامعه روی اینا بحث میکنه، خانواده ها رو اونا دارن حرف میزنن. خب وقتی که من تو خانواده‌ام، تو دوستام، تو آشناهام همچنین سوژه هایی دارم، خب نمیخوام که این واسه من تکرار بشه. خب هر چی شما بالاتر میرید، سنتون بالاتر میره، درصد پایین میاد. نمیدونم مدرکتون بالاتر میره، درصد خواستگار پایین میاد. کارمند میشی، درصد خواستگار پایین میاد. نوعیتش هم فرق میکنه. اون کسی که میاد، خیلی ها که میان به اصطلاح خواستگاری شما، چشمشون نه به خوبی شماست، نه به خوبی خانواده شماست، چشمشون به جیب شماست، به اون حقوق بگیری شماست. آقا ما میریم خانواده فلان زن حقوق بگیریه، خب میخوان که در واقع اینا با شما ازدواج نمیکنن، با حقوق شما ازدواج میکنن. اون فکر میکنی که زندگی چی خواهد شد؟ پس این بهانه های واهی رو بذاریم کنار، یه مقداری رو راست باشیم با خودمون، واقع بین باشیم. واقع بینی خیلی خوبه ها.
وقتی که شما واقع بین و به جامعه به صورت واقع بینی نگاه میکنی خیلی راحت میشی. الان ببینید چقدرن درصد خانم هایی که الان شاغله هستند و ازدواج نکردند یا مطلقه هستند رو نگاه کنیم. درصد اون دختر بی سواد روستایی رو ببینیم که آقا هیچی بارش نبود، اما ببینید اونا چقدر ازدواج میکنند، اونا چقدر خوشبختن تو زندگیشون، و خانم های شاغله رو ببینیم که چقدر به اصطلاح تو وضع زندگیشون چیه. من نمیخوام که به اصطلاح از این به اصطلاح قشر جامعه به اصطلاح خدا نکرده بد بگم یا بگم، نه، میگم که یک مقدار واقع بین باشیم. چرا این درصد اینجا بالاتره؟ چرا اینا مشکلاتشون بیشتره؟ چرا اینا مثلا و به خصوص یه مورد دیگه هم هست در این زمینه، خانم ها، دختر خانم های کشور ما، آقا چی درس میخونه؟ ببینید یک جوون اگر همزنی میخواد که به اصطلاح شاغل باشه، کارمند باشه، میخوادش زنش زن باشه. یعنی مثلا طرف یک ماما رو باز ازدواج میکنه، پرستار رو باز ازدواج میکنه، معلمه رو باش ازدواج میکنه، خب جای حرفی داره واسه خودش. اما میگن که بله دختر خانم چی هست؟ میگن که آقا ایشون معمار بنایی هست، مهندس راه و ترابری هست، مکانیک ماشین‌های نمیدونم چی. دستور داری دختر خانم؟ رو به اشتباه رفتی. این راهی که تو رفتی به ترکستان بود. این کار کی هست؟ مهندس معماری و نمیدونم راه و ترابری مال اون آقا به صورت مردای گردن کلفت سیبیلویی هست. حالا کی میخواد که یه زن بگیره که چی؟ مهندس راه و ترابری باشه؟ این دیگه زن واسه هرگز این فکرش به اصطلاح زن نیست. این فکر حقوق شماست. بله حقوق خوبی داره، پس این به اصطلاح به درد من میخوره. اینجور ازدواج ها غالبا آینده خوبی نداره. خب من نمیگم که شما ادامه تحصیل ندید، ادامه تحصیل بده، تو رشته درستی برو، رشته‌ای که بسیار مناسب خودت باشه، به عنوان یک زن، به عنوان اون هر زن به اصطلاح خداوند زن رو زن فریده، مرد رو مرد. نه این که به اصطلاح این برای مرد بدیه که مرد همچین گردن کلفت باشه، نه برای زن بده که نرم و نازک باشه. نه این طبیعته، با طبیعت نمیشه جنگید. با طبیعت بجنگیم خودمون سرمون رو میزنیم به اصطلاح به صخره، سر ماست که میشکنه. صخره جای خودشه، طبیعت جای خودشه. پس میایم اگر هم ادامه تحصیل میدی ازدواج کن، ادامه تحصیل بده. جوون ما ازدواج کنه، ادامه تحصیل بده، چه اشکال داره؟ خانواده ها همکاری کنن، بذار جوونت بره سربازی، ازدواج کنه، چه اشکال داره؟ هر 2 ماهی 3 ماهی مرخصی میاد میره، نمیدونم بره، خیالش راحت هست، میدونه که پشت سر داره، پشتوانه عاطفی داره، میدونه که به اصطلاح مسئولیت داره، زودتر باید درسش رو تموم کنه، زودتر از سربازیش تموم بشه، بهتر. یعنی یک نوع آرامیشی رو شما براش تامین کردی، شما بهش این خط رو دادی که خودش رو بسازه. این کار رو نکردی، خب این جوون داغون میشه. جوونی که سربازی رفته و ازدواج نکرده، این تو این 2 سال نمیدونه چی میکشه، چه سختیاری رو تحمل میکنه. جوونی که رفته تو به اصطلاح دانشگاه هر روزش با دختر خانم ها و لول میخوره، خب شما نیومدی اون رو به اصطلاح پاک دامنیش رو حفظ نکردی، میدونی چه بلایی به سرش در میاری. حداقلش بهترین سوژهش اینه که به اصطلاح آخوندهای صیغه‌ای رو خوشحال کردی و به اصطلاح بازارشون رو گرم کردی. این البته به اصطلاح الان این هم زمانش گذشت. امروز جوان ما اینقدر از این آخوندهای صیغه‌ای هم به اصطلاح بیزار شده که همون حاضر نیست که حتی پیش این آخوندهای صیغه‌ای هم بره. خب یعنی راه انحراف رو براش باز کردی، تو دریا انداختیش و داری بهش میگی که مواظب باش تر نشد. خب باید یه مقدار خانواده ها هم همکاری کنن، به اصطلاح واقع اندیش باشن، خانم دختراشون رو ازدواج بدن، آقا پسرها ازدواج کنن، ادامه تحصیلشون رو هم بدن، هیچ اشکال نداره، مادر بزرگا همکاری کنند. خب نوه‌ای که اومد گل سرسبد همه فامیل هست، همه با هم دست به دست هم، یک نوع همکاری. همه این مشکلات که به اصطلاح ما بزرگشون خیلی خیلی راحت حذف میشه. حکایت چند سالی که بیشتر که نیست،
3-4 سال که بیشتر همه مسائل حل میشه و خیلی زود هم میگذره. هرچه ما زندگی رو آسون بگیریم آسون تر میشه. جناب دکتر، در بحث روابط خویشاوندی و بحث‌های قومیتی که مطرح میشه، چقدر شما این رو مؤثر میبینید در بالا رفتن سن ازدواج؟ مواردی مثل تعصبات قومی، این که حتما باید کسی که زن میگیره از قوم خودمون باشه، از طایفه خودمون باشه، از نمیدونم حالا چون ما سیدیم باید حتما اونم سید باشه، ما میریم اونم حتما باید میر باشه، ما آقازادیم حتما باید اونم آقازاده باشه و امثال ذالک. ببینید اینم یکی از متاسفانه معضلات هست که من الان با سوژه‌ای مثل این گرفتارم که به اصطلاح یکی از همسایه‌ها خودش گمان میکنه سیده و میخواد که فقط خواستگار سید پیدا کنه. تازه من تونستم قانعش کنم که آقا دروغه. هیچ یکی، ببینید اگه ما به این سید میدی نگاه کنیم، ببینید تو همین مثلا سرزمین خودمون، آقا امامزاده ها و امام ها عرب بودن، قریشی بودن، همه امامان هم که هستن خب توی به اصطلاح سرزمین های عرب وفات کردن. تو کشور ما همچنین به اصطلاح هر طرف نگاه میکنی امامزاده افتاده. یعنی چی؟ امامزاده و نمیدونم فرزندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آقا اهل مکه و مدینه بودن، اونجا زندگی میکردن. یعنی اون زمان همشون نوه ها و نتیجه ها و بچه هاشون رو میفرستادن ایران ادامه تحصیل بدن که همشون اینجا وفات کردن و امامزاده شدن. شمایی که خودت رو نمیدونم امامزاده و سید و فلان میدونی، کی گفته اصلا شما سیدی؟ بیشتر افرادی که حالا یعنی با عرض معذرت ها یه حقیقت تاریخی تلخی است، خیلی از این افرادی که میگن امامزادن اینا در واقع چی بودن؟ اینا افرادی بودند از طبقات پست جامعه در جامعه‌ای که طبقه بندی بود، در جامعه جاهلی قدیم. اینا به خاطر فرار از اینی که بهشون تو سریب خورده بشه، بهشون گفته بشه که شما طبقات پست جامعه هستید، اینا از منطقه خودشون هجر می‌کردن، میرفتن به یک منطقه دیگه، با یک به اصطلاح پوستین دیگه ظاهر می‌شدن، اونجا خودشون رو به اصطلاح امامزاده معرفی می‌کردن و می‌شدن امامزاده و الان امروز ما بچه‌های اونا هستیم و به اصطلاح داریم خودمون رو بدون اینکه هیچ سندی هیچ چیزی داشته باشیم. تازه اگه ما امامزاده هم باشیم، آقا شما باشید دختر و پسر نمیدونم فلان امام و فلان پیامبر، خب چی؟ شاخ در آوردی؟ چی از افراد دیگه جامعه فرق میکنه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند که هیچ فرقی بین عرب و عجم نیست، هیچ فرقی بین سیاه و سفید نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند میگه که به عزیزترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین و با تقواترین شماست. پس این وهم رو از سرمون بذاریم کنار. طرفی اومد خواستگاری دختر ما، این طرف نمیدونم از چه ملتی هست، از چه شهری هست، از چه فامیلی هست، اینو بذاریم کنار. طرف درسته یا نه؟ آیا از دین و اخلاقش راضی هستی یا نه؟ از ایمانش راضی هستی یا نه؟ آدم درستی هست؟ اگر آدم درستی هست این یه فرصت طلایی است که اومده گیرت افتاده. این رو از دست دادی خیلی ضرر کردی. همونطور که پیش از این گفتم 3 ظلم بزرگ کردی، یکی به خودت، یکی به دخترت، یکی هم به اون طرفی که اومده. این کارو نکنی. دنبال فرد شایسته باشیم، دنبال به اصطلاح خوشبختی پسرمون دخترمون باشیم. آقا اگر شما یه پسر مناسبی رو پیدا کردید، نمیگم اگر پسر مناسب اومد خونت، اگر پسر مناسبی رو پیدا کردی میدونی این ظرفیت آدمیش بالاست، برو خودت بگو آقا من دختری دارم میخوام به عقد تو درش بیارم اگر راضی باشی. تو مثلا کی هستی آقا؟ تو هر چه باشی، هر کی هم باشی، از پیامبر خدا حضرت شعیب که بهتر نیستی. حضرت شعیب علیه السلام وقتی که حضرت موسی رو دید، حالا موسی یه جوونی بود. موسی کیه؟ یه جوونی فرار کرده از مصر اومده به مدائن به شهر ما، نه سرپناهی داره، نه خویشی داره، نه کسی رو داره، از خانوادهش هیچ اطلاعی ما نداریم.
اما دونستیم، شرف رو دیدیم آدم با حیایی است، آدم غیرتمندی است، آدم خوبیه، اخلاقش، حیایش، همه چیزش بیست. اومد گفت که اینی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین. آقای مسافر، آقای درمونده، آقایی که بی سرپناه هستی، تو رو من آدم درستی گفتم، بیا این دخترای من، این دوتا دختر من هر کدوم رو میخوای من به ازدواج تو درش بیارم. تو دیگه از حضرت شعیب بالاتری. اما اگر دیدی نه، طرف مثلا اون ظرفیت حضرت موسی رو نداره، شاید فکر کنه که بله حتما دخترش اشکالی داشت که به من معرفی کرد، یا فردا میره هر جا به صورت طعنه میزنه که از دخترش سیر خورده بود داد به من، انداختش پیش من. اگر همچنین فردی هست، خب یا گمان میکنی که خدایی نکرده همچنین تصرفی از شاید صورت بگیره، خب راه دیگه هم هست. این شخص مناسبی رو پیدا میکنی که از طریق غیر مستقیم بهشون یک پیشنهاد بدن که فلانی دختر خوبی داره، اگه میخوایی من حاضرم که به اصطلاح تو این مسیر پادرمیونی کنم. به هر حال به صورتی بتونی کسی رو کسب کنی برای دخترت، برای خواهرت، این نه عیبه بلکه خیلی هم خوب هست. چون که به اصطلاح این مسئله من در فکر آینده بچم باید باشم، خوشبختی بچم باید مد نظرم باشه. در مسیر رسیدن به خوشبختی بچم باید هر چه میتونم هزینه کنم. اینی که به اصطلاح آبرو میره و نمیدونم مردم چه خواهند گفت، اینا رو همه رو باید بذارم زیر پای خوشبختی بچم. غیر از مواردی که ذکر فرمودید جناب دکتر، چه موارد دیگری رو شما مؤثر می‌بینید در بحث بالا رفتن سن ازدواج و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای اینکه ما بتونیم این معضل رو کمکی کرده باشیم برای حلش؟ یکی دیگر از مواردی که متاسفانه بچهای ما رو باعث میشه که دچار یک وهم بشن، دچار یک فهم نادرست بشن، سردرگم بشن، قضیه رسانه هاست. رسانه های نابابی که تو این مسیر اومده، رسانه هایی که تشویق میکنه به تأخیر در ازدواج، که هدفش در واقع داغون کردن و مسخ ملت ماست. وقتی ما بیاییم ببینیم که تأخیر در ازدواج چه بیماری های روحی روانی رو برای بچه های ما به ثمر میرسونه، وقتی بیاییم بدونیم که چه بیماری های جسمی رو برای ما بار میاره، وقتی بدونیم که این تأخیر در ازدواج حتی در نسل آینده در بچه های ما چه تأثیر منفی میذاره. کسی که به اصطلاح 20 ساله از تو به اصطلاح آدم به اصطلاح شایسته ازدواجی از تو ازدواج کرده و بچه دار شده، چه قدرت بزرگی داره در تربیت این فرزند، چه توانی داره، چه صبری داره، چه استقامتی داره، چه وقتی میتونه به اصطلاح بذاره تو این مسیر. خود بچه هم وقتی که پدر جوونی باش به اصطلاح اون رو باش راه میره و باش کار میکنه چقدر رشد میکنه، و در مقابل وقتی که پدر فرسوده است و از کار افتاده است و بچه‌ای میاره که اصلا اساساً بچه ضعیف، پژمرده و دیگه تا آخر هم که میره خشت اول چون نهرت مهمار کج تا سوره یا رود دیوار کج. خب افرادی که به اصطلاح بچه‌هاشون تو بزرگسالی آوردن، ازدواج تأخیر کردن، بچه‌هاشون رو ببینید چه وضع حالی دارن، و اونایی که در جوونی ازدواج کردن چه وضع حالی دارن. پس یه موردی که این رسانه میاد این باورهای نادرست رو در بین جامعه ما پخش میکنه. یه مورد دیگه که همین رسانه میاد فرهنگ بی‌بندوباری رو به خورد جامعه ما میده که افراد با همین به اصطلاح فیلم‌های مبتذل، با همین نمیدونم روابط نامشروع مبتذلی که رسانه به اصطلاح اجتماعی به جامعه به اصطلاح مهیا کرده، فرصتش رو برای جوان پیدا کرده، فیسبوک هایی که به اصطلاح افراد با هم چت میکنند، با هم همین چت کردن، همین درست یک تحریک جنسی میشه، اما در عین حال یک افت جنسی رو به وجود میاره. این باعث میشه که افراد یک نوع ارضاء موقت بشن و این ارضاء موقت خب اونها رو در یک فضایی به اصطلاح سیر میده که یک فضای نامشروعی هست و در همین سردرگم میشن تا به خودشون میان میبینن که 30 سالشون 35 سالشون گذشت و هیچ کاری نکردن
در این حال این فضایی به اصطلاح یک حالت ناامنی اجتماعی رو به وجود میاره، ناامنی روانی رو به وجود میاره. بچه ما، جوون ما، دختر الان به هیچ که اعتماد نمیکنه. وقتی خودشون جوونی که با چند تا دختر رابطه داره، حداقل چت میکنه و فکر میکنه که هیچ کاری نمیکنه، این در واقع در خودش این به اصطلاح باور رو میکاره که هر کسی که بعد من براش برم اینم دوست دختر کسی بوده. همیشه آقا پسرهایی که دوست دختر داشتن یا دختر خانمهایی که دوست پسر داشتن هرگز زندگیشون موفق نمیشن. چرا؟ چون همیشه گمان بد بر اینها غالب میشه. دختر خانمی که با آقا پسری سلام علیک داشته همیشه فکر میکنه که شوهرش بهش خیانت میکنه. آقا پسری که با دوست دختر داشته این هرگز تو زندگیش نمیتونه موفق بشه. چرا که همیشه فکر میکنه که همسرش داره بهش خیانت میکنه. این مسائل یک ترس و واهمه ای رو به وجود میاره که جوانای ما از ازدواج میترسن. همیشه به اصطلاح دخترایی که فکر میکنن که وقتی با یه پسری رابطه نامشروع پیدا کنن این مسیر ازدواج هست، خیلی اشتباه فکر میکنن. آقا پسرها متاسفانه خیلی هاشون روباهند و گرگند. خب وقتی میاد تو این مسیر فقط میخوان که یک استمتاعی بکنن، یک خوشگذرانی بکنن، یک چند وقتشون رو سپری کنن. وقتی که نوبت ازدواج میاد اون وقت شرط و شروطشون رو ببین. اولین شرطش همینه که این دختره باید پاک باشه مثل آینه. تو خودت به اصطلاح این دختری که به اصطلاح گولش زدید یا این به اصطلاح فرهنگ نادرستی رو که رسانه داره به ما تلقین میکنه که آقا اگه میخواهید ازدواج کنید باید قبل از ازدواج روابطی باشه که این دو نفر با هم مدتی رو زندگی کنن تا درک کنن که آیا میتونن بعد از ازدواج با هم زندگی کنن. این مثلا فرهنگ‌های مبتذل و این باورهای دروغین وهمی. خب اینا وقتی که با هم زندگی میکنن، خب چون که در قبال همدیگه مسئولیت ندارن، چون که هیچ رابطه درست اینها رو با هم رابطه مسئولی اینها رو با هم ندوخته، این دوتا هر لحظه به اصطلاح میتونن از هم جدا بشن بدون اینی که هیچ مسئولیتی رو آقا پسر تحمل کنه. اینجاست که در اولین تنشی که ایجاد میشه و تنش طبیعی است، اختلاف طبیعی است. در اولین طرف ازش خوشگذرانیشو میکنه، در اولین فرصت میبینی که پرید و رفت، یه دعوایی را میندازه به خاطر فرار از مسئولیت، به خاطر اینکه همیشه هم یادمون باشه که به اصطلاح شیطان و زین لهم الشیطان و اعمالهم، همیشه شیطان اعمال افراد رو زینت میده، زشتی رو شیطان خوب و جلوه میده. اینه که طرف میاد این دختره رو دید، بعد دید که نه بابا این چاقی نشد لاغری، این نشد دیگری، خب یه کسی دیگه رو باز پیدا کرد که از این بهتره، از این خوشگلتره، از این تو چشاش بهتر نمایی میده، شیرین زبونتره. خب این رو ول میکنه، از این شاخه میپره به شاخه دیگه. اینطور است که مثلا همه یک نوع بدگمانی به وجود میاد، یک فساد اجتماعی که در جامعه شروع شده، یک همه اینها رو وقتی ما بیایم مد نظر بگیریم میبینیم که یک بلاهایی هست که متاسفانه گلاویز شده به جامعه ما و اینجاست که جوون ما، دختر خانم ما باید در فکر آینده خودش باشه و این رو تو سرش بذاره. هرگز ببینید ازدواج یه رزق هست، یه روزی هست از جانب خداوند، یک سعادت و خوشبختی هست. امکان نداره من نوعی سعادت و خوشبختی رو از راه گناه و معصیت خداوند به دست بیارم. امکان نداره که من نوعی بخوام به سعادت و خوشبختی برسم و این سعادت و خوشبختی هم مصدرش، منبعش خداوند هست و من با معصیت و نافرمانی خداوند به این برسم. نمونه بسیار بسیار ساده‌ای که برای خود بنده پیش اومد، یکی از دختر خانم هایی که مثلا شاگرد بنده بود، خیلی حجاب و پوزشش بسیار مرتب، دو تا خانواده بسیار بسیار خوب با من سلام علیک رو انداخته بودند که به گونه ای من این دختر خانم رو برای بچهشون خواستگاری کنم. در همین اثنا متاسفانه شیطان اومده بود به این دختر خانم تلقین کرده بود که مثلا
زیباییش رو به روی دیگران بندازه، به اصطلاح یه مقداری پوششش رو، حجابش رو خلوت‌تر کنه تا دیگران زیباییش رو بندازن. احساس کرده بود که تأخیر شده در ازدواجش، یا احساس کرده بود به این صورت میتونه دیگران رو بیشتر جذب کنه، خودنمایی بیشتر بکنه. همین کارو که کرد، دیدم که این دو خانواده کلاً پاشون رو کنار کشیدن. وقتی که به اصطلاح قضیه رو فهمیدم، دیدم که بله اینا اصلا شیفته عفت و پاکدامنی و حجاب این دختر خانم بودن. وقتی که ایشون از این به اصطلاح پایین اومد، به اصطلاح خب اونایی که میخواستن بیان جلو خب کنار کشیدن. میشه معصیت بلا میاره، طاعت و تقوا همیشه راهکار هست. خداوند متعال میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس که تقوا و پرهیزکاری خداوند رو بگیره و به اون عمل کنه، خداوند براش راه گشایشی رو به اصطلاح به وجود میاره. جناب دکتر اگر اجازه بدید ما یک سری هم بزنیم به پیام‌های بینندگان عزیز در موضوع برنامه، و اتفاقا در همین موضوعی که داشتید صحبت میکردید، عزیزی از بینندگان در واتساپ پیام فرستادن که حالا یک مشارکتی کردن در سن، گفتن که دلایلی مثل ضعف اقتصاد، بالا بردن مهریه، بالا بردن مهریه بالاتر از توان یعنی طاقت و اینها رو جزو مشکلات دونستن، و راه حلشون هم جالب بوده که فرمودن که پایین آوردن مهریه و آگاهی از شریعت و مزین شدن به دستورات شریعت. سنی رو که مناسب دونستن، سن 25 تا 30 رو ایشون مناسب دونستن برای ازدواج. بیننده بعدی با کمال تعجب 15 سالگی رو سن مناسب برای ازدواج دونستن، و بیننده بعدی 20 تا 25 رو. اینها من فقط برخی از پیام‌هایی که تو واتساپ هست می‌خونم. آمار پیام‌های کلی رسیده شما توی نظرسنجی رو هم انشالله بعد در آخر خدمتتون خواهم داشت. و بیننده بعدی اعتماد نداشتن به یکدیگر، بالا رفتن، یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج دونستن، و همچنین بیکاری و بحث اعتیاد رو در یکی از موارد. ما درباره بعض مسائل اقتصادی صحبت کردیم، درباره بحث عدم اعتماد هم جناب دکتر به تفصیل صحبت کردن. بهترین راه حل رو هم سخت نگرفتن به جوانان و کار دادن به اونها دونستن. بیننده بعدی فرمودن که ازدواج نکردم، پولم کجا بود که ازدواج بکنم با این وضعیت مملکت. این مسئله اقتصادی رو هم که جناب دکتر اشاره کردن. بیننده بعدی فرمودن که 16 سالگی به نظر من برای دختر خانم ها مناسبه و 18 سالگی برای آقا پسرها از سوئد. این پیام رو فرستادن. و توی پیام های فیسبوکی هم عزیزانی که حالا من فقط سنها رو ذکر بکنم، خواهرمون خاله با این به حال اسم فیسبوکیشون 20 تا 25 رو مناسب دونستن برای ازدواج. خالد 20 سالگی رو برای ازدواج مناسب میدونه، و آذر 20 تا 25 رو سن مناسبی برای ازدواج معرفی کرده. حسام میگه که از 20 تا 25 مناسب تره برای ازدواج، و یحیای مرادی هم از 20 تا 25 رو برای ازدواج مناسب میدونه. برادرمون از تاجیکستان با خط روسی نوشته، نمیتونم بخونم اسمش چیه، فقط اون پایین 20 تا 25ش مشخصه. و بشیر احمد گفته که برای دختر خانم ها 18 تا 22 رو میپسندم، و برای آقا پسرها سن 22 تا 25 سالگی رو. آقای موحد راستین هم با بعد از سلام علیکم السلام گفتن که به نظر من 25 تا 30 سن مناسب تریه برای ازدواج. حدود 2500 نفر از شما عزیزان در نظرسنجی برنامه این هفتهمون تا الان شرکت کردید. تا اون چیزی که دست من رسیده 20 نفر گفتن بالای 30، 20 نفر گفتن بالای 30، 25 نفر 417 نفر ببخشید 417 نفر گفتن که از 30 تا از 25 تا 30 باشه، و 943 نفر هم گفتن 20 تا 25 باشه. 1010 نفر گفتن که زیر 20 سال باشه. و اگر دوستان نشون بدید این آمار کلی رو، بله این هم آمار درصد، این 42% گفتن کمتر از 20 سال باشه.
39% هم گفتن 20 تا 25 باشه، 17% گفتن 25 تا 30 باشه و 1% هم گفتن که بالای 30 سال مناسب تره. اونایی که میگن سن زیر 20 سال ازدواج باید بکنند فعلا برنده این مسابقه ما هستن. برنده توی آمار هم دردن، نگیم برنده، هم درداشون بیشتره. حالا دیگه دوست دارن توی این سن ازدواج بکنن دیگه، غالبا ازدواج نکردن حتما دیگه، یا شاید ازدواج کردن این سن رو مناسب تر میدونن. 1010 نفر که 49% از 42% از مشارکت برنامه امشب رو به خودشون اختصاص دادن میگن زیر 20 سال مناسب تره. اگه فرض کنیم که حالا چون ما تفکیک نکرده بودیم بین آقایون و خانم ها، آقایون گفته باشن زیر 20 سال، به طریق اولا خانم ها هم زیر 20 سال هستن دیگه. در کل اکثریت بینندگان ما میگن آقا زیر 20 سال ازدواج کنیم. آخه این درد جواناست. جوانا میگن آقا زیر 20 سال ما میخوایم ازدواج کنیم. این زبون، این بنا به هر حال اون چیزی که ما الان خود بینندگان گفتن، مادرها بشنون، پدرها بشنون، بزرگترها بشنون، جوانا دارن داد میزنن آقا ما میخوایم زیر 20 سال ازدواج کنیم. حالا اینا که زیر 20 سال بودن حدوداً 42%، 39% دیگه هم که خب اونا هم نزدیک این جمعیت هستن میگن بین 20 تا 25. اگه این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم میشه 81% میگن آقا زیر 25 باید سن ازدواج باشه. جناب دکتر نظر شما رو درباره این نظرسنجی و برخی از نظرات بینندگان عزیز میشنویم. این نظرسنجی خب بیانگر اون نیاز جوانها یا بیانگر تجربه افرادی است که ازدواج کردن، افرادی که به اصطلاح خودشون در این سن هستن دارن داد میکشن با این به اصطلاح نظرسنجی که آقا ما میخوایم زن بگیریم، به ما زن بدید. خب اونایی که یا شاید هم میخوان شوهر کنن میگن ما شوهر بدید، ما خواهرام هستن توی این نظرسنجی. هر دو طرف به اصطلاح حق دارند و این چیز طبیعی هست و آقا پسری یا دختر خانومی که به سن بلوغ رسیده باشه و تمایل به جنس مخالف نداشته باشه، این از نظر به اصطلاح پزشکی هم بیمار هست، باید در پی علاج باشه. فطرتاً باید طرف تمایل به جنس مخالف داشته باشه که این فطرت هر انسان سالم و صحتمندی هست. و اینی که به اصطلاح اونایی که ازدواج کردن هم الان دارن تجربهشون رو میگن. طرفی که مثلا 30 ساله بوده و ازدواج کرده و الان میگه زیر 20 سال مثلا ای کاش ازدواج میکردم، این بیانگر این است که این به اصطلاح چی تو سری خورده که داره میگه که اگر زندگی بر من برمیگشت من زیر 20 سال ازدواج میکردم یا بین 20 تا 25 سال ازدواج میکردم. اینا رو حداقل ما یه مقداری واقع اندیش باشیم و اینها رو ازشون عبرت بگیریم و در زندگیمون ازشون استفاده کنیم. یه مقداری هم به فکر دیگران باشیم. من خیلی الان یه قصه یادم اومد از زندگی پیامبر اکرم. ببخشید من فقط یادآوری بکنم ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم که بحث رو جمع آوری بکنیم تو 5 دقیقه. بفرمایید. چشم. من این قصه به اصطلاح خیلی زیباست. شخصی به نام ربیعه ابن مالک، ایشون در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، نوجوانی اومده بودن پیامبر رو خدمتشون میکردن. اینو ببینید پیامبر خب حالا این خدمت میکنه، اگه من و شما باشیم شاید بگیم که خب خوبه دیگه بیاد خدمت بکنه، چرا بره مشغولش کنیم. اما پیامبر ازشون میپرسند یه بار که ربیعه نمیخوای زن بگیری؟ میگه یا رسول الله من چیزی تو دستم نیست، فقیرم و تازه میخوام که خدمت شما بکنم، نمیخوام هیچ چیزی منو از شما دور کنه. یه وقت دیگه بازم پیامبر تشویقاً میگه ربیعه نمیخوای زن بگیری؟ باز هم همین جوابو میده. بعد یه روز پشیمون میشه من چرا به پیامبر که اینقدر منو تشویق میکنه اینجور جواب میدم. اگه یه بار دیگه پیامبر این فرصت رو، این سوال رو از من بکنه، حتما میگم که پیامبر یا رسول الله به من زن بده. یه روز دیگه باز پیامبر. ببینید همه این تکرار به خاطر چی هست؟ که پیامبر میخواد این رو تشویقش کنه. این چیزی که به اصطلاح این مفکوره ای که من تنها در خدمتم، من نمیدونم فقیرم، اینو از سرش پاک کنه.
خب وقتی بار سوم که بهش میگه که یا رسول الله اگر میخوای به من زن بدی من حاضرم و هیچ البته ندارم ها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صدا میزنه صحابه رو که ربیعه میخواد زن بگیره. ربیعه جان برو خونه فلانی دختر خوبی دارن، بگو که من فرستادم از دخترشون خواستگاری کن. رفت خواستگاری کرد، حالا اومده لپاش آویزون به صلاح که یا رسول الله من هیچی ندارم، قبولم کردن. خب گفت آقا یه چیزی جمع کنید که ربیعه زن میخواد بگیره. جمع کردن، یه نمیدونم چند مسخال طلایی شد، گفت که اینو ببر به صلاح بهشون مهریه بده. وقتی رفت اونا باز استقبال بهتری کردند و فلان، باز خجالت شد اومد شو یا رسول الله اینقدر به من خوبی کردن من خجالت شدم. آخه دست خالی که نمیشه ازدواج کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه رو گفتن که بیاید یک ازدواجی برای ربیعه دست پا کنیم. هر یکی نمیدونم 2 قرونی انداختی گوسفندی شد. گوسفند رو بگیرید ذبحش کنید، یک ازدواج ساده سوده. آقا ربیعه شد به اصطلاح شوهر و داماد و همه چی حل شد. اینطور اگر ما بیایم دست به دست هم بدیم، خانواده ها همکاری کنن، دوستا همکاری کنن، جامعه همکاری کنن، دیگه این نه مشکلی به اصطلاح مشکل دختر خانومی میمونه نه مشکل آقا پسری. مشکل در واقع در جامعه نیست، مشکل در سرهای ماست. اگه ما این مخمون رو یکم روش کار کنیم، یکم اندیشه هامون رو روش کار کنیم، همه این مشکلات به سادگی حل میشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. انشالله که بینندگان عزیز هم عزیزانی که به هر حال دستی دارن در این کار، اولیای امور، کسانی که به هر حال در ازدواج حرف اول و آخر رو میزنن، این صداها رو حتما شنیدن، این آمارها رو حتما دیدن، این آماری که خودمون گرفتیم تو این برنامه به صورت زنده برای شما عزیزان، و جا داره که یک حرکت جدی انجام بدیم در این باب و یک بررسی بکنیم. مواردی که مطرح شد، دغدغه‌هایی که هست، همه با توکل بر الله تعالی یقینا برطرف خواهد شد. اما یتق الله یجعل له مخرجا، جناب دکتر هم اشاره فرمودن، و هر کسی تقوی الله تعالی رو پیشه کنه، الله تعالی راه برون رفت از مشکل برای اون باز خواهد کرد. حضرت موسی علیه السلام پای پیاده بلند شد رفت، هیچ کیم نداشت، هیچ چیرم نداشت، رفت اونجا توی مدین زیر درخت نشست، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدا جون من هر خیری که برام بفرستی من نیازمندم، محتاج تو هم. دیگه داماد ازتش وحش شد، به همین سادگی، به همین راحتی. یه پیغمبر دیگر برای خوش داماد کرد و موقع حضرت موسی هنوز به درجه نبوت هم نرسیده بود، به پیامبری هم برگزیده نشده بود. جناب دکتر در 1 دقیقه صحبت پایانی شما رو میشنویم تا بعدش من باز موضوع هفته بعد رو مطرح بکنم برای بینندگان عزیز. بینندگان عزیز و بزرگواران، بیایید بشنویم خداوند متعال چی میفرمایند. خداوند متعال میفرمایند یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند برای شما آسونی رو میخواد، برای شما سختی رو نمیخواد. بیایید زندگی رو آسونش کنیم و سخت نگیریم، نه خودمون نه رو بچه هامون. زندگی که آسون باشه شیرین میشه، زندگی که ساده باشه خیلی خیلی راحت و شیرین میشه. افرادی که در این یک کم دست و پاشون باز هست، یک کم نمیدونن وجاهت اجتماعی دارند، یک کم مردم ازشون حرف شنوی دارند، آقا معلمی هست، روحانی هست، بیایید ارگانهای اجتماعی رو فعالشون کنیم. کمیته نمیدونم ازدواج درست کنیم تو مسجد، تو بازار، آقا بازاریا، آقای هر جایی که هستید یک حرکتی به وجود بیاریم، درد به اصطلاح جوونا رو به اصطلاح درک کنیم، در پی حل جوونها باشیم. کمیته مسجد باشه، مسجد فعال باشه. کار مسجد همین باشه که از فعالیت‌های مسجد این باشه که دخترها رو براشون شوهر پیدا کنه، شوهر به اصطلاح جوونا رو براشون دختر پیدا کنه و مسائل مشکلات جامعه رو حل کنیم، ریشه یابی کنیم مشکلات فساد جامعه. یکی از ریشه های عمده‌اش همین تأخیر در ازدواج هست. این مشکل رو ما به سادگی میتونیم حلش کنیم. این رو که حل کردیم باعث میشیم که دود این آتیش که به اصطلاح به خونه ما سرایت نکنه، تو چشم ما نره. با یک حرکت بسیار جوان مردانه، با یک آستین بالا زدن میتونیم خیلی خیلی از مشکلات جامعه رو حل کنیم. و من به شما بشارت بدم کسایی که در این مسیر حرکت میکنن، آقایون خانم هایی که در این مسیر حرکت میکنن،
در یک عبادت بسیار بسیار بزرگی هستند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفعه. هر کسی تونست میتونه که به دستش میرسه که کمکی کنه، نفعی برسونه به برادر مسلمونش، این کارو بکنه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند از اینی که من برم در به اصطلاح خدمتی کنم، برای گشایشی کنم، خدمتی کنم برای یک برادرم، یک کسی که یک مشکلی داره، مشکلش رو حل کنم، برای من این حرکتم عزیزتره، بهتره، با ارزشتره از اینی که در مسجد النبی 2 ماه بگیرم اعتکاف بشینم. پس بیاییم این عبادت رو، این فرصت رو که خیلی هم فرصت شیرینی هست از دست ندیم. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از شما در برنامه و با صحبت‌های زیبای شما استفاده کردیم. حتما بینندگان عزیزم استفاده کردن. موضوع هفته بعد ما در یکی از مشکلاتی که به هر حال گفته میشه در بحث ازدواج، بعضیا بهانه میکنن و چه قبل ازدواج چه بعد ازدواج میگن که فلانی رو سحر کردن، فلانی رو جادو کردن، تفرقه انداختن بین زن و شوهر با سحر و جادو، و بعضی متوسل به سحر و جادو میشن برای اینکه کسی رو به دست بیارن. در هفته بعد ان شاءالله به درخواست شما بینندگان عزیز و چند هفته آینده، 2 هفته آینده، درباره موضوع سحر، جادو، چشم زخم و حقیقتش و موقعیتی که داره و راه حل‌هاش، انواعش به تفصیل ان شاءالله با کارشناسان محترم برنامه صحبت خواهیم کرد. در برنامه بعدی روز پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت مکه مکرمه 7:30 تهران و 8:30 دوشنبه اسلام آباد با موضوع سحر و جادو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در پایان از همه عزیزان تشکر میکنم و شما رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش.